مختصر میگم. از قبلم عذرخواهی میکنم که من یکی دو سه تا سالو به میلادی میگم چون شمسیشو دیگه تبدیل نکردم. پروفسور فریدون شهیدی متولد 1900. بفهم شما چیزی می‌خواستین بگین آقای؟ قطع شد یعنی اوکی alright. الان صدا میاد. اوکی. پروفسور فریدون شهیدی متولد 1947 هستند و بعد از تحصیلات ابتدایی و متوسطه از دانشکده فنی دانشگاه تهران لیسانس مهندسی مکانیک دریافت کردند. بعد از دوران سربازی به دانشگاه جانز هاپکینز رفتند و در سال 1975 دکترای ریاضی رو با جوزف شالایکا از این دانشگاه دریافت کردند. ایشون دوره پستاکشون رو در مؤسسه مطالعات عالی پرینستون با رابرت لنگنانز گذروندن و در همین موقع پایه‌های تئوری لنگنانز شهیدی ریخته شد. دکتر شهیدی بعد از یه مدت کوتاه فکر کنم حدود 1 سال که تو دانشگاه ایندیانا بودن به دانشگاه پردو ملحق شدن و در حال حاضر هم دیستینگویش پروفسور ریاضی تو همین دانشگاه هستن. در سال 2007 یک کنفرانس بین‌المللی در دانشگاه پردو به مناسبت 60 سالگی پروفسور شهیدی برگزار شد و بولتن انجمن ریاضی ایران هم در سال 2017 یه اسپشیال ایشو به مناسبت تولد 70 سالگی ایشون اختصاص داد. دکتر شهیدی از معروفترین متخصصان نظریه توابع ال و فرم‌های اتومورفیک هستند و تئوری لنگنانز شهیدی یکی از مهمترین موفقیت‌های این رشته در 40 سال اخیر محسوب میشه. ایشون علاوه بر مقالات پژوهشی در این دوران حدود فکر کنم 20 تا حدوداً پستاک و تا همین حدود هم دانشجو دکترا داشتن و هنوزم دارن و ادامه داره و منم افتخار اینو داشتم که دانشجو دکترایشون. بفرمایید. خب خیلی ممنون مهدی جان، لطف کردید، زحمت کشیدید، استاد معرفی کردید. دوستان خوش آمدید. نشست صحبت دوستان در آستانه توست. خوش آمدی و بیا که خانه توست. خیلی لطف کردید آقای استاد شهیدی، دکتر شهیدی، به ما افتخار دادید که در این گفتگو شرکت میکنیم. خیلی لطف کردید، خوشحالیم از این موضوع و دوست داریم که ما رو ببرید از دوران کودکیتون تا دوران استادی و تجربیات خودتون بگید. همین که شما فارغ التحصیل رشته مهندسی هستید در دوره لیسانس، به گمانم خیلی جالب باید باشه برای دوستان که روایت شما رو بشنون، چجوری به این سمت و سو اومدید، چه چیزی توی ریاضیات شما رو خلاصه جذب کرد. دوست دارید از زمان کودکی شروع کنید. در ضمن یه چیزی که شاید مهدی فراموش کردن، افتخارات استاد در ارتباط با انجمن ریاضی بود که عضو افتخاری ان، عضو فلو انجمن ریاضی امریکا هستن. نمیدونم به فارسی چی میشه. من اگه می‌خواستم همه افتخارات دکتر شهیدی رو بگم یه ساعت وقت لازم بود. در هر صورت من چون این یه مورد رو به ذهنم اومد گفتم فل بداهه بگم. ببخشید من فقط می‌خواستم بگم می‌خواید من ویدیومو پس قطع کنم که شما و دکتر شهیدی هر جور میلته. اگرم شما هم صحبتی داری میتونی مطرح کنی. نه خب صحبت که اصلا تو میگم از نظر اینترنت شاید کمک کنه اگه تعدادی. فکر نمی‌کنم مشکلی باشه. اگه سوال جالبی به ذهنت اومد که فکر می‌کنی بحث جالب‌تر می‌کنه باش و خلاصه بحثتو مطرح کن. خوشحالم میشم از این موضوع. و اگه منم جایی اشتباه کردم جلوی منو بگیر. نه خودت بسید. و خلاصه استاد ما رو ببرید از کودکی بیایم جلو دیگه یواش یواش. خیلی خوش اومدید. سلام. قربان شما، خیلی ممنون، خیلی متشکرم برای اینکه این ترتیب این میتینگ رو دادین. خیلی خوشحالم که با هموطنای همیشگیم به طور حتی از طریق زوم شده در تماسم و امیدوارم که این صحبت امروز یه خاطراتی رو به جا بذاره. در حال هم دنیا در حال تغییرات، هم آدما، و امیدوارم که این تغییرات در جهت مثبت باشه، ولی به قول امریکایی‌ها هونوس. من راستش از بچگی خیلی ریاضیات دوست داشتم و میدونی که همه کسایی که ریاضی دارن رو بپرسین، خصوصا ایرانی‌ها میگن هندسه باعث شد که ما خیلی به ریاضیات بیشتر علاقه‌مند بشیم. البته این توی دوره دبیرستان خصوصا میاد بیرون. من توی دوره الیمنتری هم توی دوره دبستان هم خیلی شاگرد خوبی بودم، ولی در دبیرستان دیگه بعد از کلاس 8 واقعا این قسمت مهمی که هندسه وارد میکنه این مسائلی که با
یه خطکش و پرگار نمیدونم این چیزو بکشید و فلان و این چیزا و اینا خیلی آدمو کنجکاو میکنه و خیلی علاقه درست میکنه و این یه مسئله این علاقه‌مند شدن به ریاضی بین جوونا، چون جبر و آنالیز و اینا که خب یه مقداری ابسترکته، ولی هندسه چیزیه که شما احساس میکنید میبینید. ولی خب ایونچوالی من جیومتر نشدم، به قول معروف من متخصص هندسه نشدم، ولی خب خیلی احترام زیادی قائلم برای سابجکت. بعد دبیرستان، خب من دبیرستان البرز بودم که خیلی دبیرستان خوب بود، خصوصا در ریاضیات و اونجا جزو شاگردای موفق بودم و بالاخره در ایران در اون موقع ها خیلی مهم بود که برید دانشگاه فنی، مگه مؤسسه بیشتر پول در می آوردن و منم ریاضیات دوست داشتم، ولی خب بالاخره معلوم بود که خصوصا پدرم خیلی داشت می‌خواست که من مهندس بشم. کنکور دادیم و رفتم دانشگاه علوم هم قبول شدم، ولی پدرم گفت بعد برید دانشگاه فنی و رفتم اونجا و 4 سال درسمو خوندم. ولی دیگه اون آخرا تصمیم گرفته بودم که برم ریاضیات بخونم. اون دوره ما دوره بود که شما میتونستید 4 ساله لیسانس بگیرید یا 1 سال بمونید فوق لیسانس بگیرید و قبل از اون همه باید مثل که 5 سال یا 5 ساله میموندن و فوق لیسانس میگرفتن. من بعد از 4 سال گفتم دیگه من میخوام برم و اومدم و البته ما سربازی رو در حین خدمت میکردیم. یه دوره 1 سال نیم من در اداره مهندسی بودم و سربازیمو تمام کردم و اومدم بیرون و اون موقع رفتم جانس هاپکینز. خواهر من در بالتیمور دکتر بود و با اون بودم 1 سال و 3 سال با اون بودم. بعدم رفتم تو دورم بعد از اینکه اون رفت و اونجا درس خوندم. اولم دارم می‌خواستم اصلا لاجیک بخونم، این کتاب کلی بود، جنرال توپولوژی، یه قسمت یه چه می‌دونم یه 30 صفحه‌ای لاجیک داشت که خیلی خب مثلا کسی که به ریاضی تندنسی دارن این تندنسی رو دارن که برن سراغ لاجیک و خوندم و خیلی خوشم میومد. وقتی رفتم هاپکینز یادم دکتر سیمپسون بود رئیس دپارتمان، اون در حقیقت ادوایزر بود برای همه این کامن ممبر. هاپکینز خیلی کوچیکه، مثلا 8 9 تا فاکولتی ممبر بودن، بعدم 16 تا هم دانشجو بودن و اون این همه رو شاگردای سال اول رو ادوایز میکرد و من گفتش که چیکار میخوای بکنم؟ من خیلی علاقه دارم لوژیک بخونم، منطق بخونم. گفتش که ما در اینجا فقط 1 نفر داریم و اونم یه جوینت اپاینتمنت با دپارتمان فلسفه و اونم ساباتیکاله. ولی خب it's a very great idea، ولی خب حالا تو بمون درسای دیگر هم نگاه کن ببین شاید نظر عوض بشه. من موندم و سال اول خب من از مهندسی رفته بودم، من نه گالوا تئوری میدونستم نه مثلا چیزای خیلی خلاصه جو گروپ تئوری اینا از تئوری خط جبری. ما در دانشگاه فنی جز اولین دوره‌ای بودیم که ماتریس‌ها رو می‌خوندیم و از اون جبر خطی و نمیدونم معادلاتی که وارد میشن در معادلات سیستما، ارتعاشات، نمیدونم این چیزا یه مقداری بیشتر چیزای عملی معادلات دیفرانسیل و اینا بلد بودیم. در خب مجبور شدم یه کورس الجبرا بگیرم، ابسترکت الجبرا، که خیلی هم خوب بود. هنوزم که هنوز one of the backbones of تحصیلات منه. و بعد یه سری کورس‌های دیگه، بعد سیمستر دوم کورس آنالیز گرفتم با همین ادوایزرم شالاکا. اصلا هم ایده‌ای نداشتم که این شخص کیه و من ممکنه باش کار کنم. کوالیفاینگ اولم رو به این دادم و یادم خیلی اصلا زیادم آماده نکرده بودم. یکی از دوستان اون امتحان داد، بعد من داشتم توی راه میرفتم و دست من گرفت گفت بیا تو شالاکا، گفت بیا تو بعد امتحان بدی. گفتم ما حاضریم، گفت اشکال نداره من بهت هینت میدم. بعد شروع کرد سوال کردن. سوال اول یه ذره من گیج شدم، بالاخره یه سوال دیگه کرد. من یه دفعه یادم اومد که رزونانس تئوری میشه تو آپریتور تئوری بود. اینو مثل همین که اینو گفتم گفت براو یو پاست. گفت this was the whole point. من خب پاس کردم. بعدم سال بعد باش نامبر تئوری گرفتم و دیگه خیلی علاقه‌مند شدم. خیلی آدم خوبی بود، هنوزم البته الان یه 8 سالی فوت کرده، ولی یکی از بهترین آدمایی بود که من دیدم از هر نظر. خیلی آدم هم خیلی لیبرال بود، خیلی he was a genius به نظر من و کانتریبیوشناش خیلی زیاد بود به ریاضیات و خیلی به من نه فقط از نظر ریاضی بلکه از نظر فلسفه ریاضی، فلسفه فکر کردن. مثلا همیشه میگفتش که
این مغز آدم جواب همه سوالا رو میدونه، بعد انقدر بهش فشار بیاری که بهت بگه. یه چیزایی بود که من یادم هر وقت گیر میکردم این میومد تو ذهنم و فشار میآوردم، بالاخره جواب در میآوردم اگه جوابی بود. و بعد به هر حال با اون من دکترامو گرفتم و بعدم از اونجا اتفاقا اون سال ما 4 نفر فارغ التحصیل میشدیم. از من بودم، 2 نفر بودن 2 نفر دیگه در نامبر تیوری بودن و 1 نفرم در توپولوژی بود. و اون نامبر تیوری سیکشن هنوزم دوستای خیلی خوب من، اون تورف بود، هالو کاریتور، اونو من و 1 نفر دیگه جیم شیر، هر سمون شاگرد اونا بود. هر سمون رفتیم اینستیتوت، یعنی اینستیتوت درسی ما رو قبول کرد. 2 نفر هم از فکولتی اون سال میرفتن که تو سان بالتیمور سان اینو چاپ کردن که از جانس هاپکینز 5 نفر دارن میرن اینستیتوت پارتنر استادی دپارتمان. اون خیلی سال رفتیم اونجا. من خوشبختانه البته لنگلانس خب دقیقاً تو رشته من بود دیگه. اون به من اون مسئله رو پیشنهاد کرد و که پایه این لنگلانس شهیدی شد و اون در اونجا یه نامه بود به گودمان، اون به من نشون داد که تو اون یه ساجستشنایی داشت و اون ساجستشن رو من اون برای به قول معروف آن رامیفاید تیوری و فلان من اینو جنرالایز کردم در یه حالت خاص گروپ G2، برای اینکه برای این گروپ G2 که اکسپشنال گروپ یکی از فانکشن هایی که پیدا میشد این سیمتریک کیوب بود که ایونچوالی هندل شد بعداً از راههای مختلف، راههای دیگه، ولی خیلی خیلی چیز اساسی بود. من خودم نوشته دیس ان سترایکینگ اگزامپل بین همه مثالایی که پیدا کرده بود در کانستانت ترم آیزنستاین سیریز. و من اینو کردم، بعدم خودش گفتش پیپر ده بده من میخوام توی کامپوزیتیو بفرستم رفری بشه، خودش ادیتور بود و منم فرستادم و چاپ شد دیگه. بعد از اون شروع شد دیگه من همینجور روی این چیزه you can generalize و میتونی یه عالم مسائل هارمونیک آنالیسیس میاد، یه مقداری اپراتور تیوری، رپرزنتیشن تیوری، البته ایونچوال کانسیکوئنس ال فانکشن ها اینا نمبر تیوری، ولی تکنولوژی که وارد میشه خب رپرزنتیشن تیوری آنالیز خیلی هست و اصولا در این اپروچ جدید در نمبر تیوری خصوصا در لنگلانس پروگرام از استفاده میکنن از ادلز و ادلز and ایدلز. اینا جست شما اگه اعداد گویا رو نگاه کنین اینا کامپلیشن دارن. من متأسفانه چون به فارسی ریاضیات زیاد نخوندم خیلی از این کلمات رو نمیدونم، مهندسی رو یه ذره بهتر متوجه میشن. بله اینا برای هر عدد اول یه کامپلیشن وجود داره و شما میتونین این اعداد گویا با اون نورمون کامپلیشن کامپلیت کنین و این فیلدهای QP درست میشه. این توی پرانتز میدانهای فارسی بهش میگن کامل سازی. کامل سازی بهش میگن کامل سازی کامپلیشن. اوکی. و اینا همشون فیلدهای هستن و در یه پرایم هم در اینفینیتی که به ما همون ابسولوت ولیوی معمول میده، هم ابسولوت ولیوی که علامت از جلوی عدد برمی‌داریم میشه. و اینا رو وقتی اینا هر کدوم لوکالی کامپکتن این فیلد در چه روشون میجر من نمیدونم به الان یادم نمیاد، اندازه میگن اندازه وجود داشت و این اندازه ها رو باعث میشه که شما بتونید مسئله دیسکریتی که در نامبر تیوری وجود داره تبدیل کنیم به یه مسئله کانتینیوس روی رینگ، یه رینگی که لوکالی کامپکت هست و اندازه روش وجود داره و این آنالیز رو وارد میکنه و این ضمن این که و این تمام این کامپلیشن ها هر کدومشون یه رپرزنتیشن تیوری درست میکنن. اینکه شما گروه های مختلف دارین روی این فیلدا، مثلا ماتریس های 2x2 و که این روی یه دونه از این کیوپیا و اینا اونایشون که دیترمینانشون نان زیروه سو اینورتیبل عکس ماتریس های عکس دار ماتریس هایی که عکس دارن میتونین بگیرین یه گروهه و وارون دارن، معکوس یا وارون میگن. وارون اینورس. بله اینورس وارو دارن
بله. بعد با مثلا در مورد عددا رسیپروکال هم که اینجا میگن عکس احتمالاً در فارسی. و این گروه ها دارن چه مطالعهشون یه مقداری آنالیز واردش میشه و اغلب آدمایی که توی این رشته کار میکنن، اونایی که گلوبالی کار میکنن، اغلب با این موضوع درگیر هستن و در این قسمتی که absolute value این چیز معمولی حقیقی است، اون وقت آنالیز چیزهای حقیقی وارد میشه و خب they are more complicated، یه مقدار PDE وارد میشه. اما اقسام تول ها باید استفاده کرد و اینکه هدف اینه که مسئله نامبر تیوری حل کرد. بنابراین اینا همه دیار تولز و در ضمن خاصیت دیگه که لنگناز داشته این که خیلی اثر داشته توی پیشبرد رپرزنتیشن گروه ها و این یکی از مهمترین موفقیت ها، نه مهمترین، یکی از موفقیت های رشته پروگرام لنگناز هست و این پروگرام در early 60s لنگناز شروع کرد بدون که اسمش پروگرام بذاره، ولی خب یه سری پیشنهادهایی کرد، معماهایی مطرح کرد که این معماها هر کدومشون رو که حل کنین یه مقدار زیادی مسائل تئوری اعداد رو جواب میده و مثلا همین هل فانکشنه که لنگناز گفت بود استرایکینگ که سیمتریک کیوب رو میداد، منجر شد به اینکه ما استیمیت های خیلی بهتری در مورد ضرایب فوریه فرمای ماس که هولومورفیک نیستن و رامانوجان کانجکچر برای اینا که هنوز هم حل نشده، ولی خب بهترین استیمیت هایی که وجود داره برای اینا از طریق این متده و از طریق همین فانکتوریالیتی کانجکچر لنگنازه که باعث شد که ما تونستیم ثابت کنیم که سیمتریک کیوب وجود داره. در فکر می‌کنم خیلی دیگه من تکنیکال شدم، شما فرق که من از بچگیم بگم، از بچگیم هم که پریدم اومدم به جای دیگه، ولی در بچگیم من بعد از این که گفتم بعد از این که درسم خوندم مهندس شدم و در مهندسی هم کار کردم، بعدم گفتم من دیگه میخوام برم، اونم گفت هر چی دیگه هر کاری میخوای بکن. من اومدم امریکا و دیگه زندگی همین شد. وارد گریجویت اسکول، وارد تحصیلات تکمیلی با پذیرش مهندسی شدید یا پذیرش ریاضی؟ نه پذیرش ریاضی. من یه کاری که ادامنتلی نمیخواستم بکنم این که برم مهندس وارد بشم بعد برم ریاضی بخونم. نمی‌کنم من که خب هدفم اینه که ریاضیدان بشم و اصلا نه از مهندسیم در حقیقت هیچ استفاده در اون مورد نکردم. یعنی وارد تحصیلات تکمیلی که شدم به عنوان دانشجوی ریاضی وارد شدم و دپارتمان ریاضی وارد شدم، نه مهندسی. و بعد همونجا موندم و دیگریمو گرفتم. البته ملت از این کارا میکنن، میرن وارد مهندسی میشن و بعد عوض میکنن، ولی خب من فکر میکنم که اگه قصد من اینه که ریاضیدان بشم باید به عنوان ریاضیدان وارد بشم. من مهندسی خیلی دوست داشتم، I really liked it. مهندس خوبی هم ممکن بود بشم، زیاد چیزی نکردم، اتفاقا در اداره مهندسی کار کردم. اونجا یه عالم لوله کشی تر کردیم، تهویه تر کردیم، سیم کشی کردیم. اینا مثلا ساختمان‌های اداره نیرو زمینی رو ما که بودیم اون موقع داشتیم ساختمان جدیدشو داشتیم طرح می‌کردیم. ستواندو بودیم دیگه. حالا خب اونجا نشستیم، یه چایی هم یه حسن آقا بود چای می‌آورد بهمون میداد و بعدم اینا رو کار می‌کردیم و تیمسار عاطفی هم رئیسمون بود و گاهی اوقات میومد بازداشت می‌کرد بچه‌ها رو زندان مینداخت و فلان اینا که چرا نرسیم ورزش کنین. اتفاقا یه داستان جالبی من دارم راجع به موضوع که خیلی عاطفی خیلی سرلشکر بود و خیلی آدم تافی بود، یعنی شوخی نداشت، خیلی سختگیر بود و اصرار داشت که ما صبح پاشیم بریم ورزش بکنیم. حتی این یه دفعه مد شد بعد از چند ماهی که ما اونجا بودیم. بعد ما تنبلی نمی‌رفتیم، ما چند تا دوستان ما توی آفیس نشسته بودیم و ساعت 7:30 صبح بود. یه خوشبختانه 2 ساعت نقشه‌های همین روی زمینی جلوم بود روش کار می‌کردیم و اینا. یه دفعه تیمسار وارد شد، گفت شما چرا اینجا چیکار می‌کنین؟ بعد باشه پایین این تیمسار این کارهای اداری نیروی زمینی، ساختمان نیروی زمینی خیلی طول کشید، ما می‌خوایم زودتر اینا رو تموم کنیم. خب یه هفته بازداشت. بعد رفت قسمت مهندسای ساختمان آرشیتکت‌ها، اون یه سالن خیلی بزرگ هم هست، نه اونجا داشتن چای می‌خوردن و می‌خندیدن و میگفتن اونا رو یه هفته زندان.
فرستاد زندان دژبان. ما هم البته کسی که افسر نگهبان بود سروان علامه زاده بود که برادرش هم دوره ما بود تو دانشکده فنی. اونم اصلا می‌خواست ارتش بیاد بیرون، همش واسه یه کاری کنه که بیرونش کنه. و اون گفت که شما برین خونه صبح زود فقط باشین بیان. ما یه شب هم نخوابیدیم توی باز داشتن تو خود ساختمون مهندسی بمونیم. زندان با سرباز میفرستادن زندان دژبان دیگه. ما بعد از یکی دو روز و بعد از 3 روز هم خود تیمسار بخشید، چون یه ذره فکر کرد و فهمید که ما داشتیم کار میکردیم، ما به علت گرفتاری بود. ولی اون بدبختا 5 روز موندن تو زندان دژبان و این سربازی ایران موقع اینجوری بود دیگه. اداره مهندسی خب خیلی از مهندسای وظیفه خیلی کار میکشیدن و خیلی هم خوب بود از این نظر. مثلا من یادم کارخونه تانک سازی بود که روسا قرار بود در اصفهان درست کنن و نقشه های اینا با قسمت تأسیساتش با ماها 2 نفر افسر وظیفه بودن ولی اونا روسی بلد بودن یه مقداری و اینا می اومدن. ما یه اتاق مخصوص بود، یادمه یه اتاق مخصوص بود و سری و فلان اینا. ما میرفتیم و اونجا میشستیم و این نقشه ها رو اینا از ما میپرسن اینجا چیکار کنیم، اینجا این لوله سایزش درسته فلان اینا. ما بهشون جواب میدادیم. بعد از مثلا 1-2 ساعت ما می اومدیم بیرون، دوباره اون درا رو قفل میکردن و اینجوری بود. ولی خب خیلی کمک میکردن از افسرهای وظیفه به اداره مهندسی. بعد اداره مهندسی که میگید اداره مهندسی ارتش بود درسته؟ اداره مهندسی ارتش بود سر امیرآباد. الان دیگه نمیدونم اونجا هست یا نیست، اصلا وجود داره یا سر خیابون پهلوی سابق. ما اون برش خیابون دیگه بود که امیرآباد بین اینا بود دیگه، تقاطع بعد اون خیابون بعدی. بله امیرآباد میدونم کجاست. امیرآباد همونطوری که دفعه پیش صحبت کردیم فکر میکنم تا اونجایی که من اطلاع دارم پادگان امریکایی‌ها بود بعد از اینکه ایران اشغال شد جنگ جهانی. اون موقعی که ما اداره مهندسی بودیم امریکایی در کار نبود. نه بعد از اینکه امریکایی‌ها بودن میومدن مثلا 1945 که رفتن اون رو به دانشگاه تهران دادن تا اونجایی که من اطلاع دارم. ما دانشگاه فنی که بودیم خصوصا تو رشته مکانیک تمام آزمایشگاه‌ها، یعنی آزمایشگاه‌ها که نه ولی قسمت‌های ماشین افزار و نمیدونم چیزای هیدرولیک و یادم ما یه پرس خیلی گردن کلفت داشتیم که اصلا معروف بود تو مملکت. میرفتیم اونجا هیچ وقت هم کار نکرد جلو ما، ولی یه چیز خیلی جدی بود. ولی میرفتیم 3 ساعت بعد از ظهر میرفتیم اونجا و اونا کار میکردیم و آدروایز همش توی دانشگاه تهران بودیم، یعنی کلاس همه اونجا بود و بعد می اومدن اینو مثلا مهندسی یازی می اومدن 3 ساعت در هفته ما حساب عددی یاد میداد، البته با ماشین و فلان و اینا. همه ما میذاشتن توی آمفی‌تئاتر گنده این درس میداد و میرفت. ولی اغلب تمام استادای سابق استادای ما بودن و ما اون سالی که ما وارد شدیم سال بعدش دانشگاه آریامر شروع شد، دانشگاه صنعتی شریف شروع شد. در اون سالی که ما اونجا بودیم در دانشکده فنی اعتصاب و اینا، برای اینکه اسم دانشکده فنی می‌خواستم من دانشکده علوم مهندسی و بچه‌ها معتقد بودن که این به خاطر اینه که بزنن تو سر دانشکده فنی که دانشگاه شریف بره بالا و به حال زد و دکتر بازرگانم برادر مهندس بازرگان اون شده بود رئیس دانشگاه. آدم خیلی خوبی هم بود، خیلی متواضع و اینا که میگفتن اونو گذاشتن رئیس که این کارو بکنه. بالاخره هم نکردن، انقدر سر صدا و اینا گفتن دانشکده فنی قدیمی‌ترین دانشکده مهندسی این مملکت، ما فارغ التحصیل بشیم میگن شما فارغ التحصیل کجا بگیم علوم مهندسی، میگن علوم مهندسی چیه باید. ولی خب بگیم دانشکده فنی همه میدونن، همه آدمای سابق، همه مهندسای معروف ایران در اون موقع دانشکده فنی بودن و یه مقدار هم از پلی تکنیک، ولی اصلا دانشگاه صنعتی وجود نداشت، بعد به وجود اومد. خب الان یکی از بهترین دانشگاه مملکت از هر نظر. خب این بود مهندس. مثلا پدر خانم من مصرفای دوره سوم دانشکده فنی بود. ارجمندا همه فارغ التحصیل دانشکده فنی بودن. عموی خود من هم مهندس دانشکده فنی بودن و الان خب دانشگاه شریف خیلی ابهت داره و فارغ التحصیلاش رو همه جا قبول میکنن و دانشگاه تهران هم همینطور. خیلی دانشگاه هنوز دانشگاه ایران از نظر تالنت و اینا خیلی خوب هستند و تا اونجایی که بشه دانشگاه امریکایی قبولشون میکنن. ولی خب مسئله ویزا و اختلافات سیاسی و اینا
اونا رو کار نمیشه کرد. حالا دیگه بهتر من یه ذره استراحت کنم. شما نه میکروفون دست شماست، ما اومدیم که از شما خلاصه بهره مند بشیم. من فقط یه نکته ای رو متوجه نشدم، میتونید اگر روشنش کنید، شاید خوب من متوجه نشدم. اونم که چه چیزیش باعث شد شما به سمت ریاضی اومدید توی دوره تحصیلات تکمیلی؟ یعنی یه چیز خاصی بود یا اینکه چه خاطره‌ای، چه چیزی بود که باعث شد مثلا فیزیک رو انتخاب نکردید، یا فرض کنید عشق به چه دلیلی؟ خب خیلی یه مقداری ابسترکت تر بود مغزم برای فیزیک و اینا. خود مهندسی من رفتم خوندم دیگه، اپوزیت همه چیزه دیگه، خیلی عملی. و وقتی آدم به اون حد به سمت عمل میره ممکنه ریاکشن که بکنه all the way back بره به سمت ابسترکشن و ریاضیدان شدن. علاقه من به ریاضی همونطوری گفتم همیشه من عاشق ریاضی. من یادم شبا مسئله حفظ میکردم میرفتم میخوابیدم که حل کنم توی ذهنم، و هر بعضیاش میشد بعضیش هم نمیشد. توی دبیرستان، هشتم دبیرستان و در دبیرستان این کارو میکرد و just the love of it، علاقه که علتش چی بود I don't know. مثلا دوست داشتم مسئله حل کنم، هنوزم دوست دارم مسئله حل کنم و همه چیز دنیا هم به صورت مسئله نگاه میکنم. از به زندگی هم به صورت مسئله نگاه میکنم. خیلی خوب نیست برای اینکه زندگی رو سخت میکنه، ولی خب دست حقیقت. بسیار خوب. بعد یکی خانم شما اگه سوالی دارید میتونید بپرسید. خب شما دانشجویان و بله. کسایی که اونجا هستن، خود مهدی میتونه سوالایی که در دوره دانشگاه از من نکردن کتاب‌های غیر از درسی از افرادی که بودن دخیل در نوشتن این کتاب بودن، شما به هر حال ریاضیدان نامی هستید. این یه واژه خیلی نوستالژیکه توی زبان فارسی از نظر من، با اونایی که با ریاضی تجربه خاطره دارم. یه کتابی با همین عنوان به فارسی ترجمه شد، از مترجمش آقای صفاری بود، حسن صفاری. بله. که آقای صفاری قربانی اینا جزو نسل‌های قدیم بودن. کلی مسئله ازشون می‌کردیم. فکر کنم نویسنده‌اش اریک تمپل بل بود. آره اریک تمپل بل دو سه تا کتاب رو ترجمه کردن. یکی ریاضیدانان نامی که البته به انگلیسی فکر می‌کنم من آف ماتماتیکس کتاب عنوان انگلیسی بل اریک تمپل بل. بله. کتاب What is Mathematics ریچارد کورانت رو ترجمه کردن که ریاضیات چیست ترجمه شد. من به خصوص از اولی خیلی خاطره دارم. من خودم شخصا میخواستم ببینم شما اینجور کتابایی وجود داره که باشون روی شما تاثیر گذاشته باشه، خاطره ازش داشته باشید، چطور اون دوره چطور دوره بعد از من دیگه راستش تاریخ ریاضی رو یه مقدار خب یه کمی بلدم و یه مقدار مطالعات اگه به عنوان کتاب باشه کتاب فیزیک میخوندم که الان نصف کارو ولش کردم، دارم کتابای دیگه میخونم و ما استاد NYU الان هم اسمش یادم نمیاد و این خیلی کتاب خوب بود. حتی الان رسیدم به کوانتوم مکانیکس و اینا، ولی خب گذاشتم کنار. من راستش خیلی دوست دارم کتابای تاریخ بخونم و به خصوص political history راجع به دنیا اینا، و اغلب الان کتابایی که میخونم من کتاب قصه اونجوری دوست ندارم. بیشتر اگرم قصه باشه دارم میخواد در بدنه تاریخ باشه. و منظور من در اون برهه بود. در اون برهه آیا کتابی روی شما تأثیر گذاشت که مثلا شما رو به این سمت و سو ببره؟ افرادی مثلا نمیدونم آقا شهریاری کتاباشو چقدر به نسل شما مسائل شما خیلی سرگذشت برای کلی مسئله داشت و یه چیزی که بود ما در البرز که بودیم اصلا مثلا این که خب البرز مقدار نظر ریاضی شایدای خیلی خوب داشت، ولی این بود که ما 24 ساعت هم دیگه رو چالش می‌کردیم. بچه‌ها حتی تا یه حدی که مثلا های دروغ میدادن، مثلا خب من ریاضیاتم خوب بود، من بودم مشوم بود، چند تا شاگرد دیگه بود، مسئله‌های حتی دروغی میدادن که ما اصلا نمیشه حل کرد.
از این مسائل بهرام مشهون که فیزیک جنرال دو البرز ما هم دیگه بودیم. الان هم دوست خیلی خوب هستیم. من ایران که میام میبینمش. تو امریکا هم دیدم. من دورادور میشناسم. بله. ما اینا مثلا این مسائلی رو خب میدونید هر مسئله رو میشه یه مسئله عجیب غریب ترک کردیم معادله و یه دونه جواب گویا هم توش باشه یا چیز، بعد میشه اینو داد که اینو حل کنید. و یکی از کارهایی که لنگناز می‌خواست بکنه این که جلوی همچین سطح طرز فکر رو بگیره. و الان خب میدونیم کارهای فالتینگز و والز و اینا مهمترین کار که کردن مسئله ها رو حل نکردن، ولی گفتن چه مسئله هایی میشه حل کرد بر اساس طبیعت این معادلات و هم رو جینوسشون روی چیزهای مختلف فالتینگ، کارهایی که فالتینگ کرده، کارهایی که والز کرده، کارهایی که تمام ریاضی‌دانایی تو اریتمتیک جیومتری و تو الجبریک جیومتری یا توی نامبر تیوری کردن، تمام اینا مسائل رو سعی کردن در یک به عنوان مسئله توی کلاس حل کنن. لنگلانز هم فلسفه‌اش این بود که این مسائل رو همین بود که یه راهی باشه که مسائل به صورت کلی‌تر بشه حل کرد. و این تئوری اتومورفیک فرمز یه کانسیکوئنس هایی هم داره، برای اینکه قسمت مهمش رسیپراسیتیه. اینه که شما مثلا خیلی حالت ساده، مثلا گروه GL1 اعداد نانزیرو رو توی این رینگی که بهتون گفتم، این رینگ عدلز، اعدادی که نانزیرو هستن، اعدادی که معکوس دارن، البته اونجا ذره کامپلیکیتد تر از اینا رو بگیرید و اینا در داخلشون رشنال نامبرها رو میتونین اینبد کنید. این یه اینفینیت پروداکته، از هر کدوم از این پیادیک فیلدها یه دونه علامت برمی‌داریم تا آل دی وی، از روی اعداد حقیقی هم یه دونه برمی‌داریم. یه کارتیژن پروداکته ولی رستریکتده این سام سنس که حالا نمیخوام اونو مطرح کنم. اینو بگیرید، در داخلش شما میتونید رشنال نامبرها رو بذارید در هر پلیسی یه اینفینیت پروداکت بگیرید، یه اینفینیت وکتور که چند ایمان به من بده، اینفینیت وکتور بگیرید که در هر نقطه این عدد رشنال رو جا بدید در تمام نقطه و بعد این توابع رو در نظر بگیرید که روی این اینفینیت وکتورها باشن، ولی وقتی که رستریکتشون میکنین به این اعداد گویا که در هر نقطه اینا رو اینبد کردین مثل دیاگونالی، این توابع مقدارشون تغییر نمیکنه. اینو بهش میگن اناتومورفیک فرم برای GL. خب اینو میتونین برای GL2 بکنین، ماتریسای 2x2 که عکس دارن و اینا. و این رپرزنتیشن تیوری اینا همین تئوری اتومورفیک فرمه. و از یه طرف هم شما میتونین یه کیو رو بگیرین و گالوا گروپ کیو بار روی کیو رو، این ابسولوت گالوا گروپ اینو بگیرید و رپرزنتیشن اونو در نظر بگیرید. و رسیپراسیتی میگه که there should be a one to one correspondence بین این رپرزنتیشن های گالوا گروپ و وان دیمنشنال رپرزنتیشن های گالوا گروپ که در حقیقت کاراکتر هستن و کاراکترهای رینگی که من صحبت کردم ایدلز و اینو بهش میگن رسیپراسیتی لا. و این کلاسفیلد تیوری یعنی همین تئوری لنگلانز اینه که اینا رو اکستند کنه به جنرال تو any algebraic group، نه فقط GL، و این رسیپراسیتی رو وجود بیاره. و وقتی رسیپراسیتی وجود بیاد شما خیلی از این مسائل نامبر تیوری رو، این که آیا این نمیدونم این مسئله سیاله جواب داره یا نه رو میتونید در یک کلاس حل کنید. یعنی تئوری مثل قضیه فرما، آخرین قضیه فرما. بله مثلا در آخرین قضیه فرما این لنگلانز پروگرام اثر داشت که قسمت فاندامنتالی واز استفاده کرد از پیشرفت‌هایی که تا حالا شده بود، بیس چنج لنگلانز و کارهای مختلف ژاکه و گلبارت و ریاضی‌دانای دیگه که کار میکردن استفاده کرد. و در نتیجه این بزرگترین هدف این تئوری اتومورفیک فرمز است
اینه که مسائل نامبر تیوری رو حل کنن. It's a part of number theory. It's not یه چیز تو هوا نیست، یه چیز ابسترکت نیست و خب میبینیم که چقدر افکت داره. حالا دیگه لنگمانز پروگرام، جیومتریک لنگمانز پروگرام که تو فیزیک اثر داره، نمیدونم کارهای گو، اونایی که در algebraic geometry، local language، periodic language. So it's all over, you know. همه the same idea, this reciprocity رو they try to prove. دیگه بازم بس یکی از حضار یه سوالی پرسیده، من اینجا برام نوشتم بخونم. نظرتون میگن راجع به آموزش ریاضی در ایران و جهان چیه؟ آموزش ریاضی در ایران که خب یه مقدارش یه قسمت‌های مثبتش اینه که یه عالم آدمای با استعداد رو تربیت کردن از زمانی که ما بچه بودیم تا همین الان. این ایرانیایی که میان امریکا و اومده خوب جلوه میکنن، مریم میرزاخانی، آدمای دیگه، مرحوم مریم میرزاخانی، اینا همه نتیجه تربیت در ایران هستن، تربیت ریاضی ایران. مهدی خودمون که اونجا نشستن، اینا همه آثار تربیت اصلی، قسمت اصلی تربیتشون تو ایران. بعد خب میان دکترا میگیرن، متخصص میشن و این چیزا. خب ظاهرا خیلی از این نقطه نظرهای مثبت بوده، ولی خب یه مقداری بیوروکراسی هست به هر حال در این کشورها، در ایران و جای دیگه. تو امریکا خب بیوروکراسی کمتره ولی هست، اینجا هم هست. و ریاضیات خب ببینید وقتی فکر میکنیم راجع به اینکه آیا اینکه مردم واقعا ریاضیات رو احترام میذارن بهش نمیذارن، ایز میراکل. و اینکه واقعا نمیفهمن که ریاضیات چیه اغلب مردم. این که فکر میکنن که شما مثلا همین براشون بالانس کردن دفترچه حسابشون هم سخته و they have a great respect for mathematics و این we should be really proud of it. ما باید خیلی خوشحال باشیم که اینقدر ریاضیات رو مردم هر جا که میریم وقتی میگم مثلا من ریاضیات درس میدم میگم واو فلان. و اصولا یه مقداری ساینس و اینا مردم خصوصا با این کووید مردم بهش ریسپکت میکنن و احترام میذارن و این رولیه که به هر حال دانشمندا و ریاضیدانا بازی کردن. حالا یه مقداری از نظر قسمت ما خب خیلی ابسترکته، ما ریاضیات عملی و اینا خیلی کانسیکونس داشتن، چیزایی که ما هیچ وقت نمیتونیم پردیکت کنیم الان پردیکت میکنن، حتی هوا رو نمیتونستیم پردیکت کنیم الان به این خوبی پیش بینی میکنن. اینا همه آموزش مهمترین قسمت آموزش ریاضی خود علاقه ریاضیدان است، اینکه دانشجوها واقعا علاقه یاد بخوان بگیرن. واقعا من یادم همیشه چیزایی که من در گراد اسکول یاد گرفتم، چون اونجا خب وقت دارید و میتونید تمرکز بدید و انواع اقسام کتابا هست و بعدن که خب وارد ریسرچ نمیشین تمام علاقتون میشه یه مسئله و سعی میکنین اون مسئله رو حل کنین یا مسائل مربوط به اون. ولی در دوره آموزشی که میبینین مهمترین چیز همین این که تمرکز میدین روی چیز و چیزی که یاد میگیرین. کورسای گریجویت اسکول بهترین درسایی که در دوره گریجویت آدم میخونه بهترین درسان. چیزایی که اونجا یاد میگیرین هیچ وقت یادتون نمیره. چیزایی که خودتون بعداً میخونین مگه اینکه روش با مسئله حل کنین به اون صورت ممکنه یادتون نمونه. چیزایی که خیلی خوب بلدین یا اونایی که در دانشگاه خوندین یا اونایی که بعداً تو ریسرچتون مجبورین واقعا خوب بفهمین. و بنابراین قشنگ نشون میده که چقدر آموزش مهمه. اینکه من میخوام ریاضیدان بشم کار نمیکنه، باید آموزش خوب ببینین و زحمت بکشین. البته خب رامانوجان استثناء بود ولی ریاضیدان متوسط باید آموزش خوب ببینن. و حالا مثلا میبینین که یکی نابغه میشه مثل لنگناز، بعضی هم خب they do a lot of good for هم که لنگناز نمیشن و این خب یه مقداری genetically people are different. اون نوابغچیان هنوز ما نمیدونیم ولی خب کسایی اصلا خیلی میتونن سریع پیش بینی کنن چیزا رو way ahead of بقیه. شبیه همین لنگناز پروگرام. بله. اوکی. بعد شما توی ریاضیات به الهام، به اینسپیریشن، به اینا باور دارید؟ گفتم که شاید همیشه گفت مغزتون جواب همه مسائل رو میدونه ولی باید بهش فشار بیاریم تا بگه.
احتمالاً الهامم همین جوره که یا گاهی اوقات بله خب گاهی اوقات آدم یه چیزی میاد به ذهنشو کار میکنه یا کار نمیکنه. مثلا ریاضیدان اونایی که وقتی اینا که کار میکنه خیلی خوشحال میشن، آدمای معمولی زیاد خوشحال نمیشن. در کارتون اون لحظات رو داشتید، بله، لحظاتی بله. که بهتون الهام شد. البته به همون اندازه هم زجر میکشه. من یادم یه مسئله بود که داشتم حل میکردم که بعدا یه پیپر شد توی امریکن جورنال اتفاقا و 4-5 ماه من یه ایده داشتم که اگه شما یه فوریه ترانسفورم آپریتور رو حساب کنی یه نتیجه خیلی چیزهای جالبی در میاد، ولی اینکه بتونم اینو اصلا از نظر ریاضی عملیش بکنم همینجوری یه چیز یه آیدیا بود. 5-6 ماه طول کشید و خیلی خیلی زجر کشیدم، ولی خب حل شد و پیپر خوبی هم هست. یه پیپر دیگه که بود سال اول که اومده بودم پردو، اون موقع من ازدواج کرده بودم با خانم بیتی و ایشون برگشت ایران برای عروسی خواهرش و من روی مسئله برای اعداد حقیقی بس برای گروه ها روی اعداد حقیقی کار می‌کردم. هر شب من شبا دیر می‌خوابیدم دیگه، اصلا نیچر من تا قبل از این که ما ازدواج کنیم بود که خیلی شبات 3-4 صبح بیدار بودم کار می‌کردم، بعد صبح از اون ور می‌خوابیدم. اینستیتوت که بودم اونجا همین داستان این بود، تا 2-3 صبح کار می‌کردیم و بعد می‌خوابیدیم، 11 بار می‌شدیم می‌رفتیم اونجا نهار می‌خوردیم و بعد دوباره شروع می‌کردیم کار کردن. و هر شب من یادم ساعت 2-3 که می‌خوابیدم یه چیز خیلی گنده‌ای اثبات کرده بودم. صبح که خواب بیدار می‌شدم همش غلطه نیستم. و این یه ماه تموم که گیتی نبود من این داستانی بالاخره مسئله حل شد، ولی وقتی گیتی برگشت مسئله حل شد، ولی خب خیلی طول کشید تا خیلی زجر کشیدم و دیگه اصلا شبا میترسیدم بخوابم. بیدار شدم هر چی که حل کردم همه غلطه، ولی خب این حتی بعدا خیلی پیش نیومد، ولی اون یه ماه پیش اومد. ولی پیش میاد گیر میکنین ماها. گیتی میگه خیلی پیش میاد. مهدی عزیز شما اگر سوالی داری میتونید، اگر چیزی با توجه به شناختی که از استاد داری، تجربه‌ای که داری، حرفی داری میتونید. خیلی من فکر کنم این سوالایی که داره مطرح میشه سوال از مهدیه آدینس اگه اونا رو بپرسید خوب باشه. سوال کیه؟ یه سوال استاندارد شنونده دارن اینه که چه سفارشی برای افرادی که به ریاضی علاقه دارن. برای ریاضی علاقه اولا don't give up، کوتاه نیاین دیگه، درسته، ناامید نشین و دنبال معجزه هم نباشیم که در عرض نمیدونم من معروف خواهم شد و فلان اینا. به خاطر معروف شدن هم ریاضیدان نشین، به خاطر این بشین که عاشق ریاضیات هستین و میخواین یه چیزی که من متوجه میشدم این بود که یه مقداری در مورد همه جای دنیا هست و در مورد ایرانیای خودمون هم هست، خیلی زود میخوان که من سخت ترین مسائل رو حل کنم و نمیشه، اینو که عملی نیست و خیلی ریاضیدانای بعداً هم ممکنه ریاضیدانای خیلی خوب بشن، ولی این که یه دفعه آدم بخواد شوت کنه سخت ترین مسئله رو حل کنه it's not a good idea. برین خوب یاد بگیرین، همونطور که گفتم آموزش ریاضی خیلی مهمه، برین یاد بگیرین. معلمای خوب، معلمایی که واقعا رو آدم اثر میذارن اینا خیلی مهمن. این معلمای ریاضی خوبی که با آدم اصولا معلمای خوبی که آدم باشون درس میگیره خیلی اثر دارن. استاد خود من توی هاپکینز تمام استادایی که اونجا بودن اینا همه واقعا همینجوری بودن، همین عاشق کاری بود که میکردن. به قول معروف مثلا میگن توی دپارتمان‌های ددوود هستن، مثلا که میان و میرن و هیچ کاری هم نمیکنن. توی مثلا هاپکینز چون خیلی دپارتمان کوچیکی بود همچین چیزی وجود نداشت. مثلا ددوود یعنی چی؟ همشون از پیرترینشون هم هارتمن کار میکرد تا جوانترینشون و خیلی کامپتیتیو بود و این مهمترین اینه که با این فرهنگی که اینا داشتن
شاگردان هم طبیعتا اینجوری بزرگ میشدن. یعنی مثلا من نگاه میکنم باز نبره کوشن تو کله من که من کار نکنم، یعنی که مثلا هنوزم خب I work، هنوزم حتی خب الان این مسئولیت‌های خیلی دیگه، زیاد مسئولیت‌های دیگه هست علاوه بر تحقیقات، همه کارهای دپارتمان، کارهای ادیتوریال، سوالایی که از آدم میکنن 24 ساعت از جای مختلف، کمیته، اینا همه خیلی انرژی میگیره. مثلا الان یه هفته همه کارم همین بوده، نمیدونم این نظر رو جواب بدم، اون پروپوزال رو بخونم، اینو ریویو کنم و اینا. ولی خب بهترین چیزش باید at the end of the day اون یه ساعتی در هفته که با یکی از همکارام با انگلیسی زوم میکنم روی مسئله کار میکنیم، یا اینکه خودم اصلا مثلا راجع به مسائل دیگه که راجع بهشون فکر میکنم. ولی مهمترین چیز این واقعا علاقه و عشق به ریاضیات خیلی مهمه و منطقی بودن، توقع واقعی داشتن. یعنی که بی خودی من این دارم روی این مسئله کار میکنم، شما نظرتون چیه؟ اولا تا من بیام بفهمم دقیقاً شما چیکار میکنید یه هفته طول میکشه و ولی مهم اینه که خودتون یه مقداری به خودتون اطمینان داشته باشین، یه مقدار زیادی سعی کنین خوب ریاضیات یاد بگیرین. آموزش خیلی مهمه، برای اینکه بعداً سودشو میبرین. اون هیچ بحثی در این مورد نیست. در تایید حرفتون که من خودم هم یکم با سیستم ریاضیات امریکای شمالی آشنایی دارم، واقعا تعداد درسایی که آدم در تحصیلات تکمیلی میگیره زیاده. من خودم 13 تا درس گذروندم و البته از این 13 تا 2-3 تاش ریدینگ کورس بود، درس خوندنی بود، مطالعه فردی بود. شما چند تا درس گذروندید استاد؟ ما توی دوره تحصیلات تکمیلی ما توی هاپکینز هرچی فکر کردم دقیقا یادم، ولی 4 تا کوالیفاینگ باید میده، هم اورال بود. یعنی میرفتیم و با استاد یه ساعت 3 رو یه ساعت و نیم سوال میکردن از یه نفر، امتحانا شفاهی بود و این من یادمه کورسایی که ما بعد توش میدادیم، یکی ریال آنالیز بود که رودین و رویدن و اینا، رودین دوم یعنی اون کتاب جدیده، سبا کامپلکس وریبل بود که چاو درس میداد و بعد من تو اونم یادم امتحان دادم. نامبر تیوری بود که هم end up with classroom theory، یعنی یه سال کامل کورس بود، اونم شالاکا به من گرفتم. ولی فکر کنم فقط اون البته ایگوسا و اینا درس. بعد لی تیوری بود و دیفرنشیال جیومتری، این یه کورس بود که سیمپسون و ایگوسا خب خیلی آلجبرایی تر بود، سیمپسون آنالیتیک بود، دیفرنشیال جیومتر بود، بعد توپولوژی بود، آلجبرایی توپولوژی بود و از کتاب اون کتاب معروف الان یادم سبز اسپانیر مدل اون بود و اینا کوالیفایر ها اینا بودن. مثلا ما تو هاپکینز کوالیفایر، توی پردیو کوالیفایر همون پایین ترن، ولی کوالیفایر های من یادمه کوالیفایر پردیو خیلی سخت بود. مهدی البته did great، همی که اومد 8 تا گرفت تموم شد که جولیدمن که رئیس دپارتمان شد بعداً و آلجبرای جیومتر معروفی، اون من گفتش که this guy is incredible grab him. ولی خب خیلی هم بودن شاگردان می اومدن و امتحانا رو رد می شدن و ایونچولی می رفتن. امتحانای ما سخت بود و به طوری که الان کمتر اصولا امتحانای ورودی به دوره دکترا توی تمام مملکت داره ضعیفتر و ضعیفتر میشه، برای اینکه بعضیا خصوصا اپلاید متمتیکس اینا نمیخوان این قسمت‌های پیور متمتیکس خیلی سخت رو یاد بگیرن، دیوانه اون چیزایی رو میخوان یاد بگیرن که میخوان استفاده کنن. لینیر آلجبرا رو دوست دارن ولی قسمت‌هایی که میخوان استفاده کنن. در نتیجه این امتحانا داره ضعیفتر و ضعیفتر میشه. ولی یه موقعی من توی هاپکینز گفتم شفاهی بود و شفاهی خب سخت سر پا فکر کردن و تصمیم گرفتن، ولی خب تو پردو هم امتحان 2 ساعت بود، خیلی سخت بود، بازم خیلی ملل عرق می‌ریختن و اون موقعی که مهدی و اینا بودن بعد 5 تا امتحان میدادن، همش هم باید بی یا بالاتر A یا B میشدن، زیر B بعد مثل که یه دونه F که میگرفتن تقریبا تموم بود، حتی 2 بار 3 بار این امتحان داشتن و این یه چیزیه که میخوان تست کنن ببینن تالنت هست، میتونین فکر کنین در اون مدت و
به نظر من چیز خوبیه، ولی خب خیلی هم میگن نه این دلیل چیزی نمیشه. یا وقتی شما ریاضیدان هستید و میشینید تو آفیستون 4 ماه راجع به مسئله فکر میکنین، خیلی فرق داره با 2 ساعت راجع به چند مسئله فکر کنین. ولی خب این مسائل خیلی شبیه شد دیدن و بعد توی هاپکینز سطح کورسایی که کوالیفای میدادیم خیلی بالاتر بود از اینجا. البته من فقط فراموش کردم بگم توی 2 دوره‌ای که درس خوندم اونجا، هم مسترز هم پی اچ دی، توی 2 تا دوره 13 درس گذاشته بودم. درس یه سری درس با اونو بود، نامبر تیوری، اون البته بیشتر توی مدار سیاله بود کورسی که درس میداد. بعد دیگه چه کورسی؟ خود شالایکا یه کورس در رپرزنتیشن تیوری به ما درس داد، یه کورس در آلجبرای گروپ درس داد. خب اینقدر اون کورس آلجبرای گروپ ابسترکت بود که the solvable groups به زور رسید دیگه. ما اون که برای ما بعد استاد ارزیابی درسایی که خودتون میدید و ارزیابی که از شما میشد، چون خیلی ها اینجا دانشجوی پی اچ دی هستن یا دانشجوی تحصیلات تکمیلی هستن، خوبه بدونن اینو به چه صورت ارزیابی میشد. تکلیف بود یا امتحان بود یا بیشتر میدونین کورسای ادوانس توشون امتحان دادن ساده نیست. مثلا من خیلی کلا از الان 20 ساله که فقط کورسای گریجویت درس میدم، اغلبشون هم کورسای جدیده. مهدی یه مقدارشون احتمالاً یادش رو گرفته و ماجولار فرمز، نمیدونم رپرزنتیشن تیوری، آتومورفیک فرمز. همین من کتاب خودم یه بار 3 سیمستر درس دادم، 2 بار مختلف، پیادیگل فانکشنز، تمام چیزهای مختلفی که وجود داره، رپرزنتیشن تیوری های مختلف. گاهی اوقات کتاب بوده مثلا که ازش استفاده کردم. یه کورسی می‌خواستم درس بدم راجع به کامبیناتوریکس رپرزنتیشن ها، می‌خواستم استفاده کنم. فولتون اند هریس رو استفاده کردم، یعنی نه برای رپرزنتیشن تیوری بلکه بیشتر برای کامبیناتوریکسش که قسمت اولی کتاب، چون داشتم راجع به چیزایی فکر می‌کردم توی کار خودم و اون جزء کتاب. مثلا یه کورس هست از کتاب شیمورا، این کتاب استفاده می‌کردم ولی مسئله میدادم، خیلی مسئله اساین میکردم که یا خودم سعی میکردم. بعضی وقتا اگه از یه تعدادی میرفت بالاتر تیه بود، تعداد شاگرد بالاتر بود. خب مثلا کورسایی که از تیک هام بود بیشتر، امتحان حالت هومورک و تیک هام کورسایی بود. مثلا کورس نامبر تیوری اینا فکر میکنم امتحان دادم من توش ولی یادم نیست دقیقاً. ما الان یه کورسی داریم 2 سیمستر، یه سیمستر نامبر تیوری معمولیه، سیمستر بعدش کلاس فیلد تیوریه و اینا خب رگولار کورسن، یعنی مثلا میتونین امتحان بدین. ولی من بیشتر هومورک های خیلی زیاد میدادم که شاگردا بعدم هفته آخر کلاس شاگردا میومدن اینا رو حل میکردن، اساین میکردم بهشون و بعد میدیدم خب یاد گرفتن دیگه مثلا. ولی یه راه دیگه اینه که آدم به قول معروف تیک هوم بده از اینا که برام، ولی who knows what happens to take home. از حضار پرسید یه سوال حضار هستش، یکی از سوالات، میگن که چه توصیه‌ای به استادای ریاضی داخل ایران؟ اونا خودشون باید سوال بکنن. چه میدونم، من چون سوالیه که به من منتقل کردن میپرسم. اولا در ایران نمیدونم که چیکار می‌کنم، من که اطلاع زیادی باشه، من اونقدر که وارد نیستم که در چه خبر. خب این تا که من میدونم باید یه مقداری خب ایمپرووایز کنن دیگه، در یعنی که مسائل که پیش میاد حل کنن، بعد کنار بیان با مسائل، و اینا که خب هیچ کاری نمیشه کرد. اگه بیروکراسی خیلی قوی باشه سخت کار کردن. ولی خب فکر می‌کنم افرادی هستن توی ایران که کار ریاضیشون موازی با کار شما باشه. در دکتر علی رجایی یه مقداری خب توی نامبر تیوری علی هست، آرش هست. از آرش الان نیست که امریکاست دیگه. هادی هدایت زاده، اون اتفاقا پستاک من بود، اون تو آی پی امه دیگه.
اینا همه somehow نمبر تیوری هم دیگه. و بیشتر من الان همه اسما یادم نمیاد، بعد میگفتیم من خودم آماده میکردم. ولی they are some very good people. نه اوکی. آدمای خیلی قوی و خوبی هستن، ولی خب سخته دیگه. به هر حال یه مقدار آیزولیشن هست و یه مقدار الان با این مسائل سیاسی که وجود داره اصولا کار سخت‌تر و سخت‌تر میشه. و شما از تو اونا بپرس اونا چه؟ خب اون آقایونی که این سوالا رو از من کردن، به گمانم یه عده‌ام پرسیدن که هیچ وقت دوست دارید برگردید یا نه. یه عده‌ام پرسیدن که آیا دوست دارید برگردید یه وقتی یا maybe یا who knows. کی میگه این چیزا که اصلا خب به هر حال من سنم داره میره بالا دیگه. یکی میگه رفته بالا. و گاهی اوقات I think about it. ایران من خیلی دوست دارم و خیلی میس میکنم، همش یاد جوونیام زیاد میافتم و زنده باشید. این مدت طولانی تو امریکا زندگی کردنم خب زیاد تغییرات زیاد ساده نیست، ولی خب راجع به ایران من خیلی فکر میکنم، خیلی دلم تنگ میشه برای خاطرات خیلی خوبی هم دارم از جوونی ما. هر سفری که به ایران رفتم همیشه همه چیز خیلی خوب بوده و من خیلی ایران رو دوست دارم. خیلی هم دلم میخواد که رابطه بهتری درست شه که راحت‌تر بشه رفت و اومد از هر نظر، هم شاگردای بهتری بتونیم بیاریم و امیدواریم که بشه دیگه. حالا آرزو بر جوانان عیب نیست. من یه سوالی اینجا نوشته زیاد متوجه نمیشم ولی براتون میخونم اگه اشکال نداره. ببینم میگه فرمودید علاقه شما حل مسئله است، اما به خصوص در نظریه اعداد هدف به صورت توجیه یک پدیده است یا حتی پیدا کردن الگوها. آیا فکر نمی کنید این دو با هم فرق دارن؟ من فکر کنم میفهمم چی دارن میگن. من یه سری آدمایی هستن که پرابلم سولورن که کارشون اینه که من اونجوری نیستم. من نمبر تیوری دوست دارم، نه برای اینکه فقط مسئله هاشو حل کنم، برای اینکه یه مقداری ایده های جالبی توش هست. اولا من ترین شدم خب از نمبر تیوری. it matters که شما چجوری ترین بشید، کدوم استاد نظرتونه بگیره، با کی کار کنید، چی باشه، اینا خیلی کاملا از آدم به آدم عوض میشه. ولی من پرابلم سولور، من یه مقدار بیشتر همونطور که ایشون سوال کردن بیشتر دنبال ایده و ویو هستم و فلسفه تا پرابلم سولور ها اونایی که میتونن برن توی مثلا یه قسمت یه مسئله حل کنن، من یه قسمت دیگه مسئله حل کنن. همه جوانیشون اینجوری شروع میشه، همه پرابلم سولورن. وقتی جوونن چیزی آدم نمیدونه، فلسفی به اون صورت نداره، به تدریج چیزی هی میخواد مسئله حل کنه. این تالنت مهمه در اون سن. هر سنی یه تالنت مختلف، یه چیز استعداد مختلف لازم داره. جوونی باید این مسئله حل کنیم که علاقمند بشیم، بعد که فلسفه پیدا کردیم تمام دنیا رو دیدیم، پوینت آف ویو های مختلف، نظرات مختلف رو یاد گرفتیم، اون وقت فلسفه خودتون هم پیدا میکنین و مسائل خودتون، ایده های خودتون. یه ایده‌ای دارین که بعد میبینین این پیشرفت میکنه، اینداستری میشه، خیلی روش کار میکنن. یه ایده هایی همیشه که روش کار نمیکنه و اینا. به حال من جزء گروه پرابلم سولور خودمو نمیدونم. از کجا میدونی ایده‌ت درسته به نتیجه خواهد رسید؟ میتونی برسه از کجا میدونی ایده‌ت درسته؟ اون مسئله الهام که میگن همون مسئله درست بوده یا الهام درست. خب البته اون طرف مسئله حل کردن فکر میکنم نظریه پردازیه. فکر میکنم یه مقایسه خوبی این دو مثال برای این دوتا مثل آدمایی مثل پالاردیش هست و فرض کن گروتندیگ یکی نظریه و خب گروتندیگ، لنگناز، اینا هیلبرت، این آدمایی کردن کارفت سابر پونکری، اینا خب پرابلم سولور منصورت نبودن، دیور فیلاسوفر. نظریه پرداز فکر میکنم به فارسی بهش میگن نظریه پرداز. آره. یک سوالی هم اینجا برای من نوشتن، من میخونم از روش.
میگه آیا آنجا، منظورش فکر میکنم امریکاست، آیا آنجا هم اعتبار ریاضیدانان به تعداد مقاله است؟ نو. سوال خوبیه. نه هم یس هم نو. الان اون موقع که من وقتی که اسیستان پروفسور یعنی اسوسییت یعنی دانشیار شدم و تنیورمو گرفتم، من 5 تا یا 6 تا پیپر بیشتر نداشتم. البته پیپرها خب پیپرهای طولانی بودن اغلبشون. توی رشته ما اغلب پیپرها طولانی بودن. مثلا پیپر 30 صفحه‌ای is very ordinary. پیپرها اغلب مثلا ما موقع مثلا یه پیپر داشتم تو امریکن جورنال بالای 60 صفحه. خب تازه 5 سال است فارغ التحصیل میگذاشت و اون پروموشن. بعد که فول پروفسور شدم چند سال بعد، 4 سال بعد فول پروفسور شدم، فقط 14 تا پیپر داشتم. آقا پیپر تو انالز داشتم، پیپرهای تو این پیپرهای بود که این الان یه مقداری داره عوض میشه. الان یه مقداری جوونا خیلی بیشتر از ما، جوونیای ما انرژی دارن. ما موقع سالی مثلا 1-2 تا پیپر می‌نوشتیم، یه دونه پیپر. الان مثلا بعضیا اصلا سالی 5 تا 6 تا پیپر می‌نویسن. این توقع هست برای اینکه پروموت هنوزم چیزی که خیلی مهمه نامه‌هایی که متخصصین براتون می‌نویسن و این نامه‌ها نمیان بگن ایشون 80 تا پیپر، میگن پروداکتیو بوده، ولی بازم نگاه میکنن به ایندیویدوال پیپرها و اونایی که جالبه اونا رو بیرون میارن. تعداد پیپر الان خیلی مهمتر شده از سابق به خاطر که رقابت خیلی بیشتر شده، ولی تنها شرط این نیست. شرطهای دیگه هست. این که این پیپرها چیه، کجا چاپ شده، چقدر طولشونه. مثلا پیپر 5 صفحه‌ای با پیپر 50 صفحه‌ای خیلی فرق داره. تعدادشون در ویتا ممکنه 1 2 3 4ش مساوی باشه، ولی خب خیلی زحمت بیشتری رفته روی پیپر 50 صفحه‌ای. حتی نوتیشن اینا رو ست کردن، بعضی مسائل 10 صفحه فقط نوتیشن طول میکشه. این الان مهمتر شده از زمانی که ما بودیم، ولی هنوز خیلی فاکتورهای دیگه هست و همونطوری که گفتم مهمترین فاکتور نظر دیگرانه، نظر متخصصینه. صاحب نظر متخصص و صاحب نظر فرق از من خواستن که نه فکر نمی کنم احتمالا یه معنی داره، اصطلاحات خودشونو دارن. درسته. و از من خواستن که از گیتی خانوم به خاطر کمک به شما تشکر کنم. ایشون همینجور کنترل میکنن. من گوش میکردم. خیلی خوشحالم که تونستم. بسیار خوب. از من خواستن دیگه. من نکته دوستان اگر سوالی دارن میتونن مطرح کنن. اگر مهدی شما سوالی به ذهنت میرسه دانشجو خب چیزایی که دارن از طریق سوال مطرح کردن. نه دانشجو خب چیزایی که دارن اونا چه چیزایی نظر این دانشجو ایرانی چه مسائلی هست در نظر اونا که با من میخوام بحث کنم. مسائلی هست که میخوام مطرح کنم یا اینکه تقریبا کردم دیگه. نمیدونم من بگوشم صدا منو میشنم. مهدی عزیز شما سوالی داری؟ نه من فکر میکنم سوالا پرسیده شد. حالا نمیدونم خانم میگن اگه بچه‌ها تو ایران سوالی دارن اونا رو بپرسین. باشه دوستان اگر سوالی هست بپرسید. آنلاین هستن. نمیدونم من واقعا از این سوالا سر نمیاد. براتون میخونم. میگه که توصیه برای دسترسی به اطلاعات به دلیل مطالب زیاد در یک موضوع. اینترنت، ویکی‌پدیا،
الان این ریسورسی که از طریق ما که جوان بودیم که وجود نداشت، بعد میرفتیم تو کتابخونه میچرخیدیم. الان راجع به هر چیزی شما مثلا من بعضی تعریفا یادم میره میذارم روی اینترنت میاد قشنگ با 100 تا سورس، امیدوارم البته درست باشه. من فیگرات میکنم که درست یا غلطه، ولی معمولا درست آمده. بله البته عمر اینترنت که 20 سال و قبل از اون خب همینو من نبود، گوگل ما تز خودمون رو با دست اینجوری چیز تایپ می‌کردیم و اصلا اینترنت نمی‌شد. الان خب به قول شما 15 20 سال اینو داشت و ولی خیلی ریسورس کلی چیز توش هست. شما هر سوالی دارید میتونید بزنید بیاد و مطرح شه. این یه سورس زیاد کتابخونه‌ها خوب کتاب دیگه البته ملت زیاد کتابخونه‌ها خوب کتاب‌ها خیلی سوسای ما. مهدی اگر صحبت نمی‌کنی می‌خوای قطع کن چون صدا رو من دوبار می‌شنوم. الان خوب شد. الان خوب شد. اوکی. من تمام صداها رو دوبار می‌شنیدم. خیلی متأسفم. نه فکر میکنم مهدی بلندگوش روشن بود از اون طریق و از دو طریق میشنیدم. خلاصه به من گفتن که بهشون بگم. آره این در تایید حرفتون من امروز که قبل از صبح که مشغول کار بودم اتفاقا یه سرچ کوچیکی کردم، کلی اطلاعات راجع به شما گرفتم، یادداشت 2 صفحه‌ایتون رو راجع به استادتون خوندم، نمیدونم سی ویتون رو بیشتر چک کردم، کتابتون رو دیدم، ولی نه با جزئیات البته. ولی خب همینطوری برخورد کردم در تایید حرفتون. یه چیزی من اینترنت ویکی‌پدیا فارسی راجع من گفتم که منو فارغ التحصیل دانشکده علوم میدونه نه دانشکده فنی. ویکی‌پدیایی که من دارم به آلمانا از من دارن از همه کامل‌تره. still not completely ولی خب یعنی لزوما همه اینفورمیشن ها درست نیست. من کامپلین هایی داشتم از ریاضیدان های دیگه راجع به صفحه های ویکی‌پدیا که این کسی که اینم نوشته تاریخ رو درست نمیدونه یا من I agree with them. درست خوب شد اینو اصلاح کردید که بقیه بدونن دیگه اینجا ثبت میشه. من زیاد درستش خیلی دنبال این که این چیزا رو درست کنم نیستم، ولی اشتباه اینا هست خیلی هست. نه راجع به خود من، راجع به همه چیز، ولی در مقابل مقدار اینفورمیشنی که وجود داره اشتباه رو میشه اینو صرف نظر کرد. مهدی چه کسی برو اجازه بده دکتر سالمی. خب یه سوال دیگه اینه که فکر میکنم جوابش روشنه ولی من میپرسم. میگه که از راه رفته راضی هستید یا اگر به عقب برگردید راه دیگری انتخاب میکنید؟ نه واقعا خانم من گیتی میپرسه که نه من دوست دارم کاری که کردم، من I love it. نه همین کارو میکردم ولی خب ممکنه در زمان بعدی دیگه این آپشن ها نباشه، آپشن های دیگه اصلا ریاضیات ممکنه وجود نداشته باشه. نه در وجود است. وجود است. مهدی دکتر سالمی اجازه خب میگه که آنجا منظورشو نمیفهم، میگه اونجا به ریاضیات چقدر اهمیت میدن؟ حالا آیا منظورش دانشگاه یا جامعه امریکایی است؟ نمیدونم. خیلی احترام آدمای معمولی گفتم بهتون که احترام خیلی میذارن به اینکه شما ریاضیات دارید. اصلا نمیفهمن مثلا چیکار میکنین شما، کورسای خیلی سطح بالا درس میدین و اینا مثلا سطح بالا یعنی چه؟ I don't think زیاد احساسی ندارن که سطح بالا، ولی احترام میذارن. الان که خب بعد از این داستان کووید و اینا به ساینتیست‌ها خیلی احترام میذارن، ولی نه احترام میذارن. ایران هم خیلی، من میگم ایران بیشتر احترام میذارن حتی تا امریکا. ایران در زمان قدیم خیلی بیشتر اینجور بود. حالا شاید یه من دکتر حشودی اینا مثلا یادم مثلا خود من کتابای دکتر حشودی رو زیاد میخوندم و خیلی احترام خیلی زیادی همه قائل بودن و اصولا
برای ریاضیدانا نه به خاطر درآمدشون، بلکه به خاطر کاری که میکردن احترام زیاد میذاشتن. من این خیلی مهمه. خیلی از اوقات نه اینکه یه طرف خیلی پول داره و نمیدونم پیشرفته است مردم احترام میذارن، ولی در مورد ساینتیستا و ریاضیدانا اینجوری نیست دیگه، یه مقداری احترام میذارن. باشه. از یکی از دوستان از آقای دکتر سالمی آنلاین همکاران به من گفتن باید میکشون و خودشون روشن کنن. عباس جان اگر کلیک کنی روی میکروفونت روشن میشه، میتونی صحبت کنی. بله. صدای منو دارید؟ سلام عباس عزیز، خوش اومدی. خب من خیلی خوشحالم آقای دکتر شهیدی میبینم مجدد و خیلی استفاده کردیم، نکات بسیار ارزشمندی آقای دکتر گفتن. یه سوالی که واقعا برای من مونده اینه که واقعا ما الان مواجه با دانشجوهایی هستیم که هیچ انگیزه‌ای ندارن. همونطور خود شما هم گفتید توی الان همون آمریکا هم میبینید شما در واقع کوالیفایی که قبلا میگرفتید با الان احتمالاً فرق میکنه، یعنی سال به سال داره این سطح میاد پایین‌تر و واقعا هم حالا شاید هم یه طرفیم حق بدیم، یعنی زمانی که ما شاید لیسانس میگرفتیم، لیسانس مدرک لیسانس ما جواز کارمون بود، واقعا با اون لیسانس کار خوبی میتونستیم داشته باشیم. الان طرف دکتراش هم میگیره، خب مسئله جابش مهمه، مسئله درآمدش مهمه، زندگیش مهمه، یعنی از یک طرف چند بعدی بخوایم به مسائل نگاه کنیم، خب یه حق هم میشه به اونها داد. واقعا پیش بینی چیه؟ واقعا چجوری میشه این کار انجام داد؟ ریاضی داره به یه سمتی میره به نظر من، همون بحث محضی که شما فرمودید داره کم کم به سمت فراموشی میره، یعنی خیلی افراد دارن کمتر رو این زمینه کار میکنن، انگیزه ها کمتر شده. حالا تو احتمالاً تو تمام دنیا این هست، ولی تو ایران الان رشدی که ما داریم می‌بینیم به این سمت نزولی خیلی شیبش زیاد شده. مثلا پیش بینی شما چجوری و چجوری میشه این مسئله شیبش رو ملایم کرد، یا اینکه پیش بینی خاصی دارین؟ خب خیلی ممنونم. خواهش می‌کنم. راستش یه مسئله اساسی اینه که به هر حال دانشمند بودن و ریاضیدان بودن قسمتی از اجتماعه. اگه که دانشجوهای ریاضی این احساس نکنن که زیاد آینده‌ای براشون هست، ممکنه علاقهشون کمتر و کمتر باشه. این به هر حال یه مقدار عجیبه که آدم بخواد یه رشته خیلی محض بخونه بدون که علاقه داشته باشه، و این اوردی خب یه سواله. اگه دارن اینو میخونن برای اینکه دکترا بگیرن بهشون دکتر بگن، خب طبیعتا اونقدر انگیزه ندارن برای اینکه با مسائل سخت سرکار یه کاری خواهند کرد که دکترا رو بگیرن و بهشون احترام داده بشه و کارگیر بیارن و اینا نباید انگیزه باشه. اگه اینا انگیزه باشه خب طبیعتا کوالیتی پایین تر خواهد بود و میدونین یه مقداری بستگی به جامعه داره، اینا رو نمیشه اصلا جدا کرد که این علاقه کمتر شده. شاید اون موقع یه مقداری سیستم طوری بود که این علاقه بیشتر بود، الان کمتر شده. توی دنیا الان هنوزم که هنوزم ما میبینیم که دانشجوها میان اپلای میکنن، میخوان میان ریاضی بخونن تو امریکا، علاقه دارن میان، با وجود اینکه خب یه مقداری بعداً عوض میکنن، میرن کامپیوتر میخونن، یه چیزایی میخونن که آیندهش و امکاناتش بیشتره، ولی اپلای میکنن و میان و سختیشو میکشن. در حال کوالیفاینگ مسئله باید حل کنن. بعد از اینکه اون کوالیفاینگ رو گذروندن بعد مثلا 4 سال طول میکشه تا مسئله حل کنن. این خب کار سختیه ولی هنوز میکنن، یعنی هنوز علاوه به قول شما ممکنه این شیبش کم و زیاد شده باشه ولی هنوز هم علاقه‌مند هستن، هنوز هم خوب شاگردایی هستن که میبینین که بعداً به علتهای مختلف رشتهشون عوض میکنن. یکی خب علاقهشون کمتر میشه، یکی که ممکنه فکر کنن که آینده به اون صورت توی این کار نیست و آدم میفهمه خب این مسئله طبیعیه، این سکیوریتی مالی و نمیدونم چیزا خیلی مهمه و این جامعه باید سپورت کنه. یه مقدار توی اروپا و اینا جامعه سپورت شاید بیشتر میکنه تا امریکا، ولی اونجا خب مثلا اینجا دانشگاه‌های اغلب دانشگاه‌ها خیلی دانشگاه‌ها ملی هستند و حتی ایالتی هم از یه نقطه نظری ملی هستند و فرق داره با اروپا که همه شغل‌ها دولتیه. شما در واقع تنیور اصلا به اون صورت مطرح نیست، اینجا تنیور خیلی مهمه و این یه مقدار خودش باعث میشه که کوالیتی بره بالا، برای اینکه یه فیلتر خیلی مهمی اگه شما نتونین رو پس کنین دیگه
اینجا نخواهید محقق نخواهید بود، ممکنه برین یه جایی کار سطح پایین‌تر بگیرین. بنابراین یه مقداری انگیزه هم میده این که شما پروموشن بگین. ولی خب این که این پروموشن بر اساس چیزایی باشه که خیلی ممکنه نشه استاندارد درست وارد کرد. تعداد پیپرها اینا خب چیزاییه که از رشته به رشته فرق داره. اولا توی رشته‌ای شما ممکنه 20 تا پیپر در سال چاپ کنید، توی رشته شما ممکنه 4 تا پیپر در سال چاپ کنید. اینا رو با هم مقایسه کردن تنها راهش اینه که با ما متخصصین تماس بگیرین، اونا بهتون یه نظری بدن که آیا این شخص خوبه یا بده. و اینکه این شیب داره عوض میشه یه مقداری هم فکر کنم تو ایران مقصودش نه تو ما گفتیم اینجا هم کوالیفاینگ ها چیز شده از اون نظر، نه یه مقداری خب کمتر شده ولی بازم هنوز البته بعد از کووید خیلی چیزا ممکنه عوض بشه. هم نایدیا اگه دانشگاهی دیگه وجود داشته باشه بعد همه چیز بره آنلاین که واقعا چه دیزاستری اگر آره من الان سیمستر دیگه بعد این سیمستر من سباتیکال بودم درس ندادم ولی سیمستر دیگه بعد ابسترکت آلجبرای کوالیفاینگ رو درس بدم و خب از الان کم کم نایتمرها داره شروع میشه که چون من آنلاین هم میخوام درس بدم. البته اغلب کلاس‌ها این پرسن خواهد بود، شاگردا و معلمان میرن سر کلاس که همچین زیاد ایده خوبی نیست ولی میخوام بکنم. البته امیدوارم از سال بعد واقعا به نرمال برگرده. امیدوارم بله از پاییز بعد فکر میکنم دیگه بشه امیدوار بود. چون به من خیلی سخت گذشت این خیلی. اگر شما بزنید من الان 4 تا درس داشتم خیلی سخت من تعمیر شده بگذارید وارد داستان خودمون البته یه خوبی که داشت همین اتفاقات اینجوریه که قبل از این وجود نداشت. کتاب برمی‌داشتیم می‌رفتی تو کلاس درس می‌دیدی بیرون هومورکارم می‌نوشتی اون روی تی ای هم بود بعد مثلا سعی می‌کرد حالا هر کدوم از اینا پروتکل داره و نمیدونم سیلابوست بعد 8 صفحه باشه و دیگه خیلی عوض شده. امیدواریم. بعد یه سوالی میپرسن تو نمیدونم چه جوابش چیه ولی میگن راه حل مشکل عدم علاقه دانش آموزان و دانشجویان به ریاضی عدم علاقه چیست؟ از خودشون بپرسن. آره میگن نمیدونم من اینجا فقط منتقل میکنم ولی آدم‌ها عوض میشن ممکنه دیگه علاقه نداشته باشن میتونن برن کار دیگه بکنن ولی یه مقدار خب همون که گفتم خود سوسایتی تاثیر داره دیگه به هر حال سوسایتی چقدر بله چقدر اونشون بعد به هر حال اینکه کار بتونن بگیرن احترام داشته باشن اینا خب اثر داره رو آدم‌ها و بله ممکنه به چیز دیگه علاقه من بشن این که اشکال نداره که آدم رشش عوض کنه به چیز دیگه بخونه اصلا درس نخونه هونوز. بعد سوال دیگری که پرسیدن اینه که در ریاضیات استعداد چقدر مهمه؟ خیلی مهمه ولی مهمتر از اون کار کردنه. خرکاری اصلا مهمتره. خود گاوس گفته بود زندگی هم زندگی کار که این آدما مثلا اغلب خیلی کار کردن خیلی مهمه. این ریاضیدان‌ها مثلا لنگناز آرتر این آدما که خیلی کار کردن در اینا واقعا روزی 12 ساعت کار کردن. اینجوری نیستش کار چیز ریاضیات اینه که کار که تموم نمیشه واسه 5 بعد از ظهر شما میری خونه تمام شب دوباره تو ذهنت روز بعد از خواب که بیدار میشی تو ذهنت. مثلا من ایمیلمو دائما چک میکنم یه مقداری به خاطر خب چیزایی که پیش میاده کارهایی که هست این فکر ریاضی هم کردن همینجوره. اونایی که خب واقعا ریاض دارن خب دائما دارن فکر میکنن روی مسائل مختلف. البته امیدوارم این مقدارم آف بگیرن مگه آدم دیگه دیوونه میشه اگه همش فکر کنه راجع به این مسائل سخت. ولی کار کردن خیلی مهمه. استعداد مهمه. میبینیم که آدمای انجینیا خب استعدادشون عجیب غریب اصلا به سیستم مغزشون فرق داره. این نروای جوری دیگه دیزاین شده خیلی میتونن آینده رو ببینن که آدمایی که ژنی نیستن نمیتونن ببینن و این خب خیلی مهمه. ولی خب همه که ژنی نیستن که همین بعضیا خیلی از آدما کارشون کار زیاد هم کمک میکنه. درسته.
بله بله، به فارسی هم معروفه کاری نیکو کردن از پر کردن است. بعد سوال فکر میکنم تکراریه ولی برای من نوشتن، من میخونم و میگن که توصیه به دانشجویان ریاضی مخصوصا دانشجویان تحصیلات اون تکمیلی دکترا چه توصیه‌ای دارید برای دانشجویان؟ آره تحصیلات تکمیلی یعنی دکترا. به سختی کار کنید و بخونید، یاد بگیرید، روی صبور باشید. صبر خیلی مهمه. مسئله خوب سخته دیگه، طول میکشه، سالها اینا که روی ریمان هایپوتز اینا کار میکنن هنوز حتی ایده درست هم ندارن، چه برسه به اینکه یعنی واقعا نمیدونن چیکار بکنن. آره رو ریمان هایپوتز کار نکنید. ولی مهمترین چیزی که زیادی تکنیک یاد بگیرید. مسائل سخت خب همینجوری نمیشه دیمی شروع کرد، دیمی شروع کرد مسائل خیلی سخت یا چیز یاد بگیریم تا میتونیم چیز یاد بگیریم. بعد خب من یادم همیشه ملنوز میگفتش که بعد یه چیزا رو بعد خیلی خوب یاد بگیریم، بعد ریسرچ ایژوکیشن آموزش اینه که برین یاد بگیرین چیزا رو، ریسرچ اینه که برین توی چیزای دیپ بشین، عمیق بشین. بنابراین دو چیز هست، یکی اینکه برین آموزشتون رو کامل کنین و بعد در یه قسمتایی این آموزش رو عمیق هم بشین توش. برای اینکه تحقیق بتونیم بکنیم باید یه چیزی رو عمیقاً بفهمیم، یعنی واقعاً حس بکنیم. اینجوری یه سری فرمالیته نیستش که شما چند تا فرمول بنویسین مسئله حل شده تمام شد، بعد دیپلی بفهمین این فرمولا معنیش چیه تا بتونین مسئله حل کنین. یکی از همکارا سوال داره، خانم دکتر علیزاده، میتونید بیاید سوالتون رو میکروفونتون رو روشن کنید بپرسید. بعد گیتی خانم دوستان دوست دارن شما رو هم ببینید. من حجاب اسلامیم رو سرم نیست. اگه اشکال نه ایتس اوکی. سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر شما و دکتر یحیی. سلام گیتی خانم. قربون شما. بفرمایید. علیزاده هستم، یکی از همکاران دپارتمان آقای دکتر یحیی. از اینکه آقای دکتر وقت گذاشتید بسیار سپاسگزاری میکنم و بسیار استفاده کردیم. همونطور که خیلی این جمله رو شنیدیم که پشت سر هر مرد موفق یه زن موفق هست، ما امشب عملا این موضوع رو دیدیم. از گیتی خانم صمیمانه سپاسگزاری میکنیم. عرض کنم خدمتتون نمیدونم من بله البته نمیدونم آقای دکتر چقدر در جریان هستید که بعضی از انجمن ریاضی‌های کل دنیا اومدن یک شعبه‌ای به اسم کمیته بانوان یا یک انجمن بانوان هم تشکیل دادن. یه چند سالی هست ما تو ایران هم اینو تشکیل دادیم. حالا هم جایزه مریم ما رو جدی‌تر کرد توی این موضوع، بعد فوتش هم که باز تاثیرش بیشتر بود. میخواستم فعالیت بانوان رو در حیطه ریاضی در آمریکا در واقع یه مقدار تشریح بفرمایید و اینکه اصلا جنسیت تو این رشته چقدر تاثیرگذار هست. خیلی ممنون از محبت. که مثال زدید مریم میرزاخانی نمونه کامل اینکه جنسیت تاثیر نمیذاره و خانوما خیلی به همون قدر میتونن موفق باشن که آقایون هستن و خیلی ریاضیدانای خوب خانم الان تو دنیا وجود داره و این در امریکا هم یه اسوسییشن هست AWM American Women in Mathematics و خیلی اکتیوه توی در قسمت‌های دیگه شعبه‌های مختلف دارن، تو پردو هم هستن چند نفر و خیلی اکتیون و ما اصلا به این علت که خب تعداد زنایی که در ریاضی بودن به طور تاریخی خیلی کمه، یه افورت خیلی زیاد تو همه دانشگاه‌های امریکا هست که خانم‌ها رو استخدام کنن و فکولتی جزوش خانم‌ها باشه. ما که اومده بودیم اون اول مثلا توی دپارتمان ما شاید 2 نفر 3 تا خانم بود، الان تعداد دقیقش رو نمیدونم ولی خیلی خیلی بیشتره و توی رشته‌های مختلف
تو بعضی رشته‌ها بیشتر، بعضی رشته‌ها کمتر، ولی این افورت خیلی در امریکا مهمه و دارن انجام میدن، هم در مورد خانم‌ها هم در مورد دایورسیتی، در مورد افریکن امریکن ها، مکزیکی ها، اینا خیلی خیلی فشار هست که اینا رو استخدام کنن. نه اکتیویتی اینجا هم خیلی زیاده و بهش هم احترام میذارن. خود دولت امریکا خیلی دنبالشه و در نتیجه مثلا همینجا تو پردیو ما یه چیز داریم به نام الاینس که یه مقداری تو آیووا بود، دکتر کوتسکو ران میکرد، الان دکتر گولدبرگ همکار من اکزیکیوتیو آفیسرش اینجا و زیر مرسه علوم یعنی کالج ساینس هست و دانشگاه خیلی سپورت میکنه اینا و اینا یه مقداری زیادی امکانات بیشتر داده میشه به ماینورتی و وومن و خیلی خیلی موضوع اکتیو، یعنی واقعا موردیه که دانشگاه ها خیلی جدی گرفتن و امیدوارم اونجا هم خیلی جدی گرفته بشن و به حال خانم‌ها یه قسمت مهم سوسایتی هستن و موفقیتشون در ریاضیات خیلی مهمه. همونطور که گفتم مریم مثال کامل اون و روش شد. امیدوارم جوابتون رو داده باشم. بعد یادشون بخیر. و یک سوالی میکنن که فکر میکنم تا حالا شما باش مواجه نبودید چون شما تدریس آنلاین نکردید. میگن که چه میکنن با آزمون‌های آنلاین؟ چجوری میخواید ارزیابی کنید افراد آنلاین؟ آزمون آنلاین رو راجع به اصلا فکرم نکردم که چه کار، یعنی امتحان آنلاین رو و فکر میکنم اینجا که الان کلی سیستم هست، البته ببخشید تقلب و اینا هم زیاده متاسفانه آنلاین. مثلا اتفاقا یه موردی گرفته بودن همین اینه برای همه میاد، برای من هم اومده بود که یه تعداد زیادی رو پیدا کردن که این سوالا رو وقتی گرفتن گذاشتن آنلاین و این اوردی یه سیستمی اینا رو عمل کش کرده آیدیاشون رو. بعدم یه سری اونایی که اینا رو گذاشتن آنلاین توی درس رد شدن، اونایی هم که استفاده کردن در اون امتحان صفر شدن. چه یه سیستم گرفتن چیتینگ هست ولی خب چاره نیست برای کورس من نمیدونم چجوری. امتحان فاینال هم احتمالاً دیگه در ماه می خواهد بود. اون موقع ممکنه دیگه ما همه آمپولا رو زده باشیم و یه مقدار راحت‌تر باشه آدم توی کلاس امتحان بده. ولی وسط ترم هم که می خواهد شد در فوریه و مارچ بعد یه امتحان یه ساعته من بدم. حالا شاید تی همو در این مورد فدا کنم روزمون بره امتحان رو بده و اوایت کنم این آنلاین. من یه امتحان کوالیفایر اتفاقا باید صحیح بکنم ولی اونو یکی دیگه قراره بره بده بعد بده من صحیحش بکنم. در چه من آنلاین هنوز در اون موردهای دیگه هنوز من در خیلی عقب افتادم در استفاده کردن ابتدایی هم در استفاده کردن آنلاین. خانم من متخصص بودن ولی خب ایشون دیگه اومدن بازنشسته کردن خودشون. ایشون کورسایی که درس میدادن الان میگن اسیستان من شدن. کورسایی که درس میدادن خیلی هم یه سیمستر درس دادن و خیلی سخت بود. خیلی چیز بدیه این آنلاین متاسفانه. البته چیزا احتمالاً زوم و اینا خیلی دارن انجوی میکنن و کیف میبرن از این موضوع. ولی خب شما الان تو این مدت پرسیدن که دانشگاه هم رفتید بعد از این اتفاقات من یه مدتی نرفتم تا تو تابستون. هر مثلا 2 هفته یه بار رفتم. اگه می‌خواستم شاگردام همه چی با زوم با اسکایپ بود. بعد مثلا هفته 3-4 تا هفته مثلا یه ساعت با هر کدومشون با یکیشون اصلا دارم یه پیپر می‌نوشتم یه مقداری بیشتر و میرفتم مثلا بالاخره که یه ذره آروم شد رفتم مثلا یه ساعت و نیم تو آفیسم و اینا اومدن از یه فاصله‌ای با هم دیگه شرح دادن کارشون رو برای من. هم میشه خیلی راحت‌تر رو تخت سیاه تا روی زوم و نمیدونم آنلاین و این چیزا. و بله رفتم ولی الان مثلا در این 1 ماه و نیم 2 ماه گذشته فقط 1-2 بار رفتم. من که اینجا خیلی زیاد شد تو استیت ایندیانا خیلی رفت بالا و تعداد اونا که بیمارستان رفتن شده بود نمره 2 در مملکت. ولی خب الان خیلی اومده پایین. ولی هونوز حالا دوباره تعطیلات و مردم مریض خواهند شد.
امیدواریم واکسن ها رو زودتر بزنن. هسته درست. امیدوارم. جریان یه قرار بود 20 میلیون بزنن 2 میلیون زدن. ظاهرا که در جریانه داستان. آره. ایشون بعد کنجکاوم که بدونن تحصیلات گیتی خانم چیه، چه رشته کامپیوتر و ریاضی گرفتن. نه من لیسانس گرفتم. لیسانس ریاضی و کامپیوتر گرفتن. بعد اومدن امریکا در پردو فوق لیسانس کامپیوتر گرفتن. یه مدتی توی دپارتمان کامپیوتر ساینس پردو اینستراکتور بودن، درس میدادن. بعدم در دپارتمان کامپیوتر تکنولوژی در پردو دیگه اینجا چیز بودن. اینجا شما اینجا اول اینستراکتور بودن، لکچرر بودن، بعد الان کلینیکال اسیستنت پروفسور بودن و خودشون ریتایر کردن از دست این آنلاین راحت شدن دیگه. بهار گذشته. ایشون خیلی خیلی مهمن به زندگی من و خوش. امیدوارم رکورد بشه اینا که دنیا بدونن اگه ایشون نبودن. من همین الان هم اگه ایشون نبودن من وزنم خیلی بدتر از این بود. این راحتی نمیتونستم راجع به ریاضیات صحبت کنم و فکر کنم. نه خیر، در ریاضیات خیلی خوبن. یکیشون فرزنداتون ریاضیدان و اینا هستن؟ یعنی فورد کار میکنه در میشیگان و یکی دیگه در بیزنس دیگری بیزنس گرفته و در یونیورسال شور که چیز جزو وایس پرزیدنتاشون توی مورتگیج و یونیورسال مورتگیج و چیزا فایننس کار میکنه. و 2 تا نوه دارم، 2 تا دختر 4 ساله و 2 ساله که هر شب فیس تایم میکنن and they are joy of our life. زنده باشن. بخوای عکس نوار خیلی خوب. من روم نمیشه این سوالات. چه سوالی میپرسید نمیدونم، من که روم نمیشه. میگن که میتونید جواب ایگنور کنید این سوال، ولی من چون نوشتم میپرسم. میگن که نحوه آشناییتون با هم سر ببخشید این سوال. خب به جای این اولا این عکس نوه های من میبینن آره اینم این پسر اوکی علی زنده باشن. بله این عکس نوه ها. ایشون هم مادرای ما با هم دیگه دوست خیلی خیلی نزدیکی در از دبستان هم کلاس بودن و من همیشه راجع به گیتی خانم میشنیدم. بالاخره یه بار که اومده بودم تابستون ایران که اتفاقا دانشگاه شریف هم میرفتم که درس میدادم و یه چیزی ایشون رو دیدم و بعد 1-2 سال با هم دیگه نامه نوشتیم و اینا. بالاخره قبل از این که برم بیام پردو رفتم ایران رو با هم ازدواج کردیم و با هم اومدیم امریکا دیگه. استاد من 2 بیت براتون نوشتم برای شما گیتی خانم، اشکال نداره بخونم؟ خواهش میکنم، لطف داریم. آره ببخشید یکم لحنش فرندلیه، ببخشید دیگه اگر ولی اینو به نیت شما نوشتم. میگه که سلام ای فریدون ز ایران زمین، که هستی به شادی به گیتی قرین. توی مهر نگه دار این هر دو را، به دوران نگردند هرگز زمین. شما تالنت شاعری هم دارین. یکی قبلا هم یه چیزایی بر من نوشته بودین. خیلی خیلی ممنون. خیلی لطف دارید. برامون اینو ایمیل کنید. قبلا آره. لطفاً. فارسی هم میتونین بنویسید. من فارسی رو خیلی خوب میخونم. خیلی خوب میبینم صحبت میکنم. قسمت‌های علمی خراب میشه. ولی صحبت‌های معمولی من خیلی راحت راجع به زن و بچه و اینا راجع به زندگی و سیاست نه خیلی زیبا بود. من لذت بردم. اوکی. آره این رو لطف کرد. من توی ذهنم گذشت. میخواستم بهتون بعد از این جلسه ایمیل کنم ولی دیگه اینقدر افراد کنجکاوی کردن دیگه من مجبور شدم خودم رو لو بدم. زنده باشید. بعد یه چیز دیگه هم پرسیده بودم پاک کردم، الان یه دفعه یادم اومد که آیا کارهای بین رشته‌ای هم انجام میدید؟ یه چنین چیزی رو پرسیده یعنی خارج ریاضی. آخه مثلا همین رشته ما مثلا چه میدونم یا بین رشته ریاضی یا ریاضی با یه فیزیک. بازم اونجا هم البته سعی کردیم همین تئوری لنگان شهیدی رو
پیادیک ورژنش رو دیولپ کنیم. یکی از شاگردای منم تزش رو همین بوده، ولی بیرون در رشته‌های دیگه است، در رشته‌های دیگه که تو نکرد. نه به اون صورت، مثلا حتی تو اپلاید مت من به اون صورت کار نکردم. نه ولی خب توی ریاضیات این قسمت ما یه مقداری کانکشن با فیزیک هست. خود رپرزنتیشن تیوری خیلی مهمه در فیزیک و خیلی از این اسپکت هایی که هست قسمت جیومتریک لنگلاس فیزیکه. ولی من نه خودم به اون صورت کار لازمه کار کرده اینه که آدم چیزی ارائه کرده باشه نکردم. خب میگن که نمیدونم، اینم یه سوال، خودشان موضوعی رو دوست دارن مطرح کنن، چه میدونم این چه معنی داره؟ خود حضار کلی مطرح کردن تمام چیزایی که واقعا براشون. من فقط خوندم سوالو. نه شما خیلی نکات جالبی رو گفتید و من واقعا لذت بردم از بسیار نکات درست و حسابی بود و واقعا راجع به توصیه‌هایی که کردید نمیدونم اینا همش حرفای حساب و درست حسابی بود. من خیلی دلم برای ایران تنگ میشه و دلم میخواد بیام خیلی خوب اونجا حضوراً اینا رو باهاتون صحبت کنم. یه موقعی هم میومدم میکردیم اینترویو اینا بود و الان خب دیگه هم اومدن سخت شد. من اتفاقا 2 سال پیش در 2019 ایران بودم، توی آی پی ام هم رفتم، یه تاک هم فکر کنم دادم ولی خب اون فقط ما 2 هفته ایران بودیم و 2 یا 3 هفته ایران بودیم و برگشتیم. حالا امیدوارم دوباره امکانات بشه و راه‌ها باز شه، آدم بتونه بیاد و بره و هیچ جای بهتر از ایران نیست. هنوز خواهرم ایرانه، فامیل و اینا ایران دارم و دوست فرهنگ ایران خیلی دوست دارم. خب میخواید خب من دیگه سوال و مطلب خاصی خودم شخصا به ذهنم نمیرسه. اگر جان منظورشون این بوده که آیا سوالی دوست داشتید ازتون؟ من مثل این که خوب نفهمیدم. ظاهرا منظورشون این بوده آیا سوالی دوست داشتید ازتون پرسیده بشه که ما نپرسیدیم، یعنی کسی نپرسیده تا حالا. فکر میکنم من موضوعی که خودم میخواستم به همه بگم، ظاهرا من منظورشون رو بد فهمیده بودم، ببخشید چیزی به یادم نمیاد ولی خب خیلی چیزا رو من گفتم که تو ذهنم بود و به هر حال آره همینطور. نه چیز خاصی به ذهنم الان نمیرسه. بسیار خوب بسیار خوب. دوستان میخواید مهدی میخوای به دوستان دوربین بده که جان باشه بپرس آقای کی هست؟ خب خودشون معرفی کنن بهشون. آقای منصور نمیدونم کی هستن، میتونید میکروفونتون رو روشن کنید سوالتون رو مطرح کنید. من نمیدونم کی هستن، ظاهرا یکی از دوستان از حضار هستن. میکروفونتون رو روشن کنید سوالتون رو مطرح کنید. ببخشید ظاهرا که من شرمنده صدا من میاد؟ من مهر محمدی هستم، زحمت معرفی کنید. در واقع دانش دکترای هندسه تو گرایش در واقع شعر ریچی. بعد یه سوال که از آقای دکتر داشتم اینه که وقتی دارم روی مسئله کار میکنه که گاهی ممکنه خیلی سخت باشه، تشبیهش میکنم به یک کسی که داره تو بیابون مثلا دنبال آب میگرده. این فردی که تو بیابون داره هی تشنه دنبال آب میگرده، هی بعدی چند ساعت با سختی و زحمت هی یه چیزی رو میبینه و فکر میکنه آب پیدا کرده. بعد یه ذره به سمتش میره و میفهمه که این سراب بوده و این راه حل مثلا جواب نداده. این مسئله وقتی ولی تو مسائل مشکل
به کرات برای آدم فل تکرار بشه، به خصوص برای کسایی که تو ایرانن و در واقع تو حالت ایزوله کار میکنن، یه فشار ذهنی خیلی شدیدی به آدم وارد میشه. بعد میخواستم ببینم که یه راهی سراغ دارن خود آقای دکتر مثلا چی کار میکردن اینجور موقع تا این فشاری ذهنیشون یه مقدار چیز بشه. البته یه مقداری میدونین اصولا یه تئوری اینه که وقتی راجع به چیز خیلی فکر کنین بهتره که ولش کنین، یه مدتی راجبش فکر نکنین، بعد دوباره برگردین. هم از یه نقطه نظر دیگه ممکنه شروع کنین بهش نگاه کردن، هم ایده های دیگه، همونطور که گفتم کله ایده های دیگه بهتون بده. و وقتی فشار زیاده جست ولش کنین، راجبش فکر نکنین، یه مدتی دوباره برگردین، ممکنه یه چیزایی براتون روشن بشه که قبلا نبوده و این کاملا نرمال. این خیلی طبیعیه که مسائل سخت، خب سخته دیگه، تعریفش هست و خیلی زور میزنین حل نمیشه. بهترین راهش اینه که مقداری ولش کنین، بعد برگردین. حتی 2 روز ممکنه یا 1 روز ولش کنین، ممکنه چیز جدیدتری پیدا کنین، یا بلند شین برین یک اکسرسایز فیزیکال، کار سخت بکنین، ورزش بکنین، ممکنه دوباره وقتی برمیگردین مغزتون بهتون کمک کنه، بهتون بگه اون چیزی که میخواین. نه خیلی طبیعیه این فرستریشن و گرفتاری که در سر فکر مسائلی که سخت حل کردنشون خیلی طبیعیه و در هر خصوص در ریاضیات، در هر رشته هست، ولی تو ریاضیات این همونطور که میگین به نظر سراب میاد. فکر می‌کنیم پیدا کردیم. گفتم که من 1 ماه تموم هر شب فکر می‌کردم مثلا حل کردم، صبح بلند می‌شدم نه خیر، من هیچی یه مش مزخرفات بوده همش و بعدن که مثلا راجعش میگم عجب اشتباهی کردم اینجا، یا چطور من اینو متوجه نشدم. آدم اشتباه میکنه دیگه، این تعریف آدمیزاد اینه که اشتباه بکنه و نه این خیلی طبیعیه و همون راهش اینه که یه ذره ولش کنین، چون چوش دیگه اینه که آدم دیوونه بشه از بس راجع بهش فکر کنه که به اینجا نرسه. جالبه که سوال بعدی رو از مهدی پرسیدن ولی در ارتباط با شماست. میگن که آیا مهدی خاطری از شما اگه داره تعریف خاطرات بعد از دانشجویی هم داشته باشید ایشون. who knows. فکر نمی کنم خاطر بعدی از شما داشته باشه. فکر خاطر جالب بگم، بس فکر میکردم از قبل که مثلا یه داستان جالبی پیدا کنم، ولی چیزه نه. من دوران دانشجویی اتفاقا من یه نکته‌ای که شاید بعضی از دوستان ندارن اینه که من اولین دانشجو دکترای دکتر شهیدی بودم، ولی خب دکتر شهیدی خیلی سالها بودش که اونجا مثلا فول پروفسور بودن و کلی پستاک و اینا داشتن اینا. این یه چیزیه که اتفاقا من گاهی وقتا به دوستان تو ایران مثلا با بچه‌ها که صحبت می‌کنیم میگم بعضی وقتا این که آدم با یه استادی کار بکنه که تجربه زیاد داشته باشه خب خیلی مهمه و این خیلی کمک کرد به من. یعنی اینکه یه حالت مچوریتی چی میشه، این استادشون مثلا بعضی وقتا آدم با استادای جوون که کار میکنه این مسئله هست که خود اون استاد، چون اون بخشید من اصلا تصویرم هم چیز کنم حرف میزنم تصویرم اومد من داشتم گفتم که این که حالا این میگم بیشتر واسه دانشجوها ممکنه این به درد بخوره این حرفی که من میزنم. شما وقتی یه استادی انتخاب میکنین که باهاش کار بکنین، اگه مثلا یه استاد جوون باشه یه مقداری چیزا رابطه ها فرق میکنه. کسی که مثلا تجربه کمتر داره خب به همون نسبتا با دانشجوش ممکنه خوب ندونه چجوری باید چیز کنه. ولی الحمدلله از این نظر واسه من کاملا موضوع برعکس. یعنی دکتر شهیدی چون مثلا یه آدم خیلی سینیوری بودن اوردی اون موقع، این خیلی اونم کمک کرد، هم از نظر خود کار هم از نظر این که وقتی استاد شما شناخته شده باشه تو گروه هم خیلی مهمه. من یه چیزی رو میگم این جالب، من اینو یادمه تو خب همینجاست که ادویکیشن وارد میشه. کار معلم اینه که این کارو براتون بکنه، معلماتون بعد این مقدار بهتون بگن که چیا رو. دقیقاً من اینو میگم، حالا این شاید جالب باشه واسه من. یادمه اون موقع که من اومدم آمریکا
ما اون سال وجود مثلا 3-4 تا دوست بودیم که هممون با هم اومدیم آمریکا و مثلا دوستای دیگه من همشون جاهای خیلی معروفتر رفته بودن، مثلا رفته بودن پرینستون، نمیدونم MIT، مثلا کلمبیا، اینا جاها. بعد من که رفتم پردو، همیشه خب این طرز ذهن آدم هستش، من دانشگاهی که میرین میگه خب این دانشگاه من مثلا رنکینگش مثلا دیدین چیز همه رنکینگ ها و اینا، همه به این چیزا فکر می‌کنن، به خصوص وقتی دانشجو شما دارین اپلای می‌کنین. ولی من از این طرف که خب خیالم راحت بودش که رشته‌ای که دارم میرم کار میکنم و استادی که دارم میدونستم که این خیلی ریاضی خوبیه، اینو قطعی. و واقعا هم این در ایونچوالی هم این خودشو نشون داد. یعنی مثلا موقعی که من دکترامو گرفتم، مثلا اولین جابی که بعد از دکترام گرفتم خیلی خیلی عالی بود، خیلی مثلا چیز، یعنی احساس نمی‌کردم که عقبم از بقیه دوستان. اینم شاید به طور کامل بشه مثلا چیزش کرد به این که ربط داشت به این که رپیوتیشن دکتر شهیدی و نوع ریاضی که انجام میدادن انقدر ریاضی خوب و مدرن و چیز بودش که خب کمک کرد. نه من خیلی خاطرات خوبی اتفاقا از دوران دکترام دارم، خیلی زیاد. بسیار عالی. خیلی خوب. آره دوستان میتونن دوربیناشون رو باز کنن، یه عکس دست جمعی بگیریم قبل از اینکه بریم. همه دوستانی که آنلاین. خب دوستان بایستی بخوان، اجازه بخوان. میتونی مهدی فکر میکنم بتونی بهشون اجازه یه ضرب بدی به افراد که دوربینشون رو واکن. من مسلط نیستم ولی شاید بشه کار. خواهش میکنم، منم لذت بردم. خیلی لطف کردید استاد، به ما افتخار دادید، لذت بردیم از یاد وطن. خیلی خوشحالم که تونستم. زنده باشید. شما لطف کردید. قربان شما، خیلی ممنون. زنده باشید. شما لطف کردید. ما مستفیض شدیم به قول قدیمی ها میگفتن. آره. میگه یکم باید صبر کنید تا دوربینای همه باز بشه و بعد عکس بگیرن، عکس یادگاری. دوستان بایستی درخواست کنم، من بلد نیستم چجوری میشه این کارو کرد، ولی دوربیناشون رو روشن کنن. تعداد شرکت کننده رو ضرب کنید. آقای دکتر یاحقی صدای من دارین؟ آقای دکتر عسکری راجع به تولد 60 سالگی آقای دکتر میخواستن یه چیزی رو بگم، فراموش کردن. 7 و 7 شد. کنجکاو شدیم آقای دکتر عسکری. نه ببخشید، من فقط داشتم گفتم که این داستانی که گفتم راجع به این که نوع ریاضی که دکتر شهیدی انجام میدادن خیلی خوب بود برای من، توی تولد 60 سالگیشون هم تو اون کنفرانس من گفته بودم. همین. خیلی ممنون. خب من نمیدونم بقیه چجوری دوربیناشون همه چیز دارن، همه میتونن. چرا خیلی هستن. آره کمشون خب زیاد احتمالاً وارد نیستن. نه بعد تایل کنین، بعد رو تایل بکنین. تایل داریم اینجا برو. من نمیدونم اونی که دوربین بس بگیره، اگه اینجا رو بزنیم چی میشه؟ تایل داره؟ نه خیر، خود من نیستم تو عکس. اوکی هستم. همکار من میگه که لطفاً اول دوربینتون رو فعال کنین و بعد شیرش کنین. میگه اول دوربینتون رو فعال کنین و بعد شیرش کنین، در اون صورت روشن میشه دوربین. ظاهراً باید روش کلیک کنید و بعد شیرش کنید.
نه من اصلا نه شما که من شما رو دارم. اگر گیتی خانم شما هم باید بیاید توی عکس که شما هم توی عکس یادگاری باشید. اوکی. علی چیز بی زحمت شما عکس بگیر. علی دکتر آرمن نژاد چشم شما بی زحمت عکس بگیر. باشه مرسی. ماش ندارم گرفتم. بسیار گرفتی؟ خیلی خب البته بیشتر افراد نتونستن دوربینشون رو روشن کنن، نمیدونم چرا. خیلی ممنون لطف کردید استاد و افتخار دادید به ما، لذت بردیم و به امید شعرتون رو یادتون نره، به امید دیدار شما. شعرتون رو یادتون نره بفرستید. اگر گذارتون به ایران افتاد یادی حتما من اگرم نمیخوندم براتون ایمیل میکردم، ولی دیگه چون دوستان کنجکاوی کردن من دلم نیامد نخونم. خیلی ممنون از زنده باشید، خوش خورم باشید و به امید دیدار شما. قربون شما. شاد و برقرار باشید. قربون شما.